بله هست. خب عالی، خدا رو شکر. خب فقط دوستان اگه زحمت بکشم ماه کارم همین الان ببندم، یا اینکه من خودم ببینم میتونم اینجا انجام بدم. میوت آل. من با اجازه همه رو میوت میکنم که دیگه صدای اضافه وسط صحبت ها نیاد و بریم برای این جلسه. خب بچه یه گریز خیلی کوچولو به جلسه قبل بزنیم، صحبت اون جلسه رو با هم یه بررسی کوچولو بکنیم، بعد مطالب این جلسه رو با هم صحبت کنیم و متوجه بشیم که چه ارتباطی بین این دوتا موضوع وجود داره. ما توی جلسه قبلی موضوعی که با هم در موردش بحث کردیم در رابطه با ساختار نقدینگی بود که گفتیم آقا لو های لو هایر های و ادامه حرکت، و برای حالت صعودی هم های لو هایر های لو و ادامه حرکت. چند تا موضوع قرار شد در موردش بهش دقت کنیم. یکی وجود اف جی در این ناحیه بود. اف جی رو صحبت کردیم که با باکس زرد رنگ نشونش میدیم به این صورت، یعنی وجود اف جی پشت یه هایی برای ما نشون میداد که در واقع ما با یک های نقدینگی سر و کار داریم که به این های نقدینگی ایندیوسمنت گفتیم و گفتیم که آقا حالا اسمای عجیب غریب هم نخواهیم براش بذاریم، میتونیم با در واقع علامت دلار ساین که نشون دهنده نقدینگی نشونش بدیم. و من گاهی وقتا از یه خطچین ساده استفاده میکنم که دیگه چیزی هم ننویسم چارتم شلوغ نشه، یعنی خطچین خالی که میذارم در واقع منظورم اینه که از این ناحیه نقدینگیه برام، و خب حالا خطچین مورب باشه بازم نقدینگیه، به این شکل هم باشه بازم برام نقدینگیه. پس این دوتا موضوع رو صحبت کردیم. یه موضوع دیگه هم که در موردش صحبت کردیم بحث مربوط به افیشنسی و یا کارایی و عدم کارایی مارکت بود که من ژورنالا رو نگاه کردم، تقریبا یه سوال مشترکی واسه همه وجود داشت، اینه که من مثلا باید این های و لو رو در نظر بگیرم من بک‌گراندمو ببندم، من باید این های و لو رو در نظر بگیرم یا باید مثلا از اون های تا این لو در نظر بگیرم، از کجا تا کجا باید در نظر بگیرم. طبیعتا بچه‌ها برای اینی که من ببینم این ریتریسی که انجام شده، این ریتریس که انجام شده آیا کل این لگ رو تبدیل به یک حرکت کارا کرده یا نه، از ابتدا تا انتهای اینجا در نظر میگیرم. خب یعنی الان این با این تعریف این به اون حالت افیشنت خودش نرسیده، حالا چیزی که تو شماتیک رسم کردیم، ولی وقتی دارم برای این لگ صحبت میکنم طبیعتاً از این موضوع استفاده میکنم دیگه، برای اینکه ببینم حرکت کارا شد یا نشد. پس متناسب با اینی که برای کدوم ریتریس شما میخواین موضوع رو در نظر بگیرین، جایی که ازش داریم اندازه میگیریم تفاوت میکنه و این اندازه گیری هم بچه‌ها الزام 100% وجود نداره که حتما خود 50% و فیکس باید 50% واکنش بده یا نده. ما دنبال این بودیم که ببینیم یک لگی که حرکت کرد مثل این لگ اگر کمتر از 50% ریتریس داد و پشتش FVG وجود داشت، احتمالا خود های و لوی نقدینگی رو پیدا کردیم، درست؟ ولی در مورد اینی که مثلا نمیدونم اگر ما اینجوری شد این چرا بیشتر از 50% حرکت کرده صحبتی نکردیم و اصلا دیگه کاری به این حالت نداریم. ما دنبال شرایطی میگردیم که عدم کارایی وجود داشته باشه. آیا ممکنه مارکت بیشتر از حالت کار خودش حرکت کنه؟ بله ممکنه. توی فشردگی ها فراوان این اتفاق تکرار میشه و مارکت بیشتر از حالت کارایی خودش در واقع حرکت میکنه، داخل میاد و نفوذ میکنه. ما دنبال جایی بودیم که خیلی به وضوح یه لگ حرکت کرده کمتر از 50% ریتریس داده باشه، پشتش FVG وجود داشته باشه، برای اینی که بگیم این های و لو نقدینگیه. آیا لزوما قرار مارکت بیاد یه پیپ بزنه پشت این بریزه؟ خیر. صحبت کردیم که اینی که در واقع این واکنش به کجا داره انجام میشه مربوط میشه به جلسات بعدیمون که اینا رو فعلا الان کاری بهش نداریم و چیزی در موردش نمیدونیم. ممکنه یه پوینت پشت این باشه، ممکنه 2 متر پشت این هایه باشه. این یه موضوع بعدی هم که توی ژورنالا بچه‌ها نوشتن، بعضی از ژورنالا که دمتون گرم فوق‌العاده بود، خیلی عالی بود، یعنی بیشتر از اون چیزی که من انتظار داشتم دوستان کار کرده بودن و پیش رفته بودن، مثاله خیلی جذابی گذاشته بودن، جاهای متفاوت گذاشته بودن. بعضی از بچه‌ها مشخصه که میدونن باید کجا دنبال قصه بگردن و اینی که کجا باید اینو بخوای خیلی جذابه، اینکه حواستون هست به این موضوع. الان چند تا تیپس توی این جلسه بهش اضافه می‌کنیم که می‌خوایم دقت بکنیم به در واقع این موضوعی که توی این جلسه با هم صحبت می‌کنیم در رابطه با اینی که
من کجا انتظار داشته باشم که این برگشته شروع بشه و یه راه حل سریعتر برای اینی که در واقع این های و لوه علاوه بر اون FVG و در واقع این افیشنسی علاوه بر این دوتا یه موضوع دیگه هم الان می‌خوایم با هم مطرح بکنیم که اون هم به ما کمک میکنه برای تشخیص دادن این های و لو. و این یه موضوع بعدی که توی ژورنال من زیاد میدیدم داره تکرار میشه اینه که FVG فیلیپش رو میگرفتین همینجوری میرفتین انتظار داشتین پشت هم تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه و که قصه این شکلی نیست میدونیم و ما اون FVG رو در واقع فیلیپ شدن FVG رو بعداً صحبت میکنیم. اون ناحیه‌ای که در واقع واکنش اصلی از فیلیپ یک FVG رو ما میخوایم خود FVG نیست، جای دیگه ایه و فعلا هنوز بهش نرسیدیم. ولی اون FVG برای ما نشان دهنده 3 تا نکته بود. یکی از بچه‌ها تو ژورنال پرسید، خیلی هم سوال قشنگی پرسید، اینی که چرا کندل لانگ بار مهمه و این لانگ بار بودنه چه اهمیتی برای ما داشت که حالا من اونجا براش نوشتم ولی اینجا دوباره تاکید میکنم روش چون سوال قشنگی بود از سوالایی که یادم مونده. و اینی که بچه‌ها ما یه جایی وقتی لانگ بار داریم این به ما 3 تا چیز نشون میده. ما صحبتمون در رابطه با این بود که مارکت معمولا داره به صورت افیشنت حرکت میکنه و یه جایی از حالت افیشنسی خارج میشه، یه حرکت اسپایک اتفاق میفته. بلافاصله که این اتفاق افتاد یعنی شما یک لانگ بار الان در اختیار دارین، یک کندل لانگ بار اینجا براتون شکل گرفته. خب شکل گرفتن این کندل لانگ بار بلافاصله معناش چیه؟ تشکیل شدن یک FVG. پس اولین چیزی که لانگ بار به ما نشون میده اینه که احتمالاً یک FVG شکل گرفت، در واقع یک خلأ نقدینگی به وجود اومد. این کندل لانگ بار همزمان به ما در واقع این رو هم میگه که احتمالاً مارکت از حالت افیشنت خودش خارج شده و تمایل داره در آینده به حالت افیشنس یا اون حالت کارایی یا به حالت اکولیبریوم یا به حالت بالانس برگرده. پس یک حالت این بالانس، یک عدم تعادل توی بازار پیش میاد. ما انتظار داریم به ناحیه متعادل خودش مارکت برگرده و بعد ادامه حرکت بده. خب این لانگ بار بلافاصله که اتفاق افتاد طبیعتاً ما یه لو نیاز داریم و مارکت ادامه بده. بعد از اینکه این لو اتفاق افتاد حالا الان یک FVG خیلی تر و تمیز و خوشگل اینجا برای ما وجود داره. طبیعتاً این لویی هم که برگشت داده بلافاصله بعد از اولین در واقع ریتریس بعد از این اسپایک، اولین ریتریس بعد از این اسپایک، این ریتریسی که شکل گرفته احتمالاً این لوی خود لوی نقدینگیه، یعنی همون چیزیه که باید زیرش FVG باشه. این همونیه که شما باید اندازش بگیرین بگین از اینجا تا اینجا مارکت که رفت این به حالت کارای خودش باز نگشت، پس من اینجا یک در واقع این بالانس دارم، یک این افیشنسی دارم. تو ژورنال یکی از بچه‌ها من دیدم این افیشنسی رو با IFC نشون داد و اینجوری نوشته بودن که بچه این یه مفهوم جداست، این ربطی به این افیشنسی نداره. من توی جلسه قبل خیلی سریع گفتم که در واقع به صورت اختصاری تو بعضی از سبک‌ها به حالت افیشنت ایپا میگن و حالت این افیشنت در واقع اپا و ایپا گفته میشه. این دوتا رو براش مینویسن. اون IFC که یکی از دوستان نوشته بود کاملا یه چیز متفاوتی، حالت افیشنت و این افیشنت که خیلی ضرورتی نداره. حالا این نامگذاری‌ها مهم، مفهوم داستانه که ما داریم از یک در واقع این بالانس یا حالت عدم تعادل صحبت می‌کنیم که تمایل داره مارکت به حالت بالانس خودش برگرده. خب بعد از اولین ریتریس بعد از این اسپایک چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که احتمالاً این لولو نقدینگی FVG وجود داره و خود این لانگ بارها دلیل اهمیتشون برای ما به این صورته که هر جا که شما لانگ بار می‌بینیم به احتمال بسیار زیاد یک ناحیه مهم از سمت چپ چارت یا شکسته شده یا ایگنور شده. پس چرا این در واقع لانگ بار برای ما مهمه؟ چون به ما هشدار میده احتمالاً در چپ چیز مهمی وجود داره. پس ما FVG نیست که داره برامون فیلیپ میشه یا FVG نیستش که داریم تریدش میکنیم. باید صبر بکنیم به آینده برسیم و ما این ناحیه رو بریم پیدا بکنیم و با این ناحیه است که کار داریم. ولی ناحیه معمولاً داره از دل این FVG عبور میکنه. پس اگر به خود FVG دارین فعلا دقت میکنین حواستون باشه که در آینده یک همچین چیزی، یه المان این شکلی قرار هست جلوتر اضافه بشه که این چیزیه که برامون اهمیت داره، ولی این در اکثر موارد داره از وسط این لانگ باره میگذره، خیلی وقتا رو 50%ش میفته و حالا ممکنه بعضی وقتا خیلی بالا بیفته. پس چیزی که جلوتر باش کار داریم اینی که این لانگ بار داره به ما نشون میده که در گذشته احتمالاً چیز مهمی ایگنور شده و یا بریک شده و یا کلین بریکوت شده. حالا هر کدوم از این حالتایی که
اتفاق افتاده، پس این باعث میشه که ما چنین انتظاری رو داشته باشیم. این حالا چند تا موضوعی که در مورد مطالبی که تو ژورنال اومده بود من سعی کردم سریع توضیح بدم و یه جنبندی هم داشته باشیم با صحبتایی که جلسه قبل داشتیم و بدین طریق پس تا اینجای کار فعلا ما یاد گرفتیم که منتظر این باشیم که مارکت از حالت بالانس خودش خارج بشه، از حالت تعادل و کارایی خارج بشه و بلافاصله که این اتفاق افتاد میدونیم یه FVG شکل میگیره و یه لوی نقدینگی برای ما یا یک های نقدینگی برای ما شکل میگیره. بلافاصله که اینها رو تشخیص دادیم ما حالا در آینده یاد میگیریم که از چپ یک ناحیه‌ای پیدا بکنیم برای اینکه در واقع ادامه مسیر رو بتونیم باهاش بریم. فعلا توی تمریناتون اگر میخواین توی لایو بازار چیزی رو تمرین کنیم منتظر یک حرکت اسپایک باشید. اسپایک که اتفاق افتاد اولین ریتریسی که اینجا پیش میاد و در نظر بگیرید، ببینید پشتش FVG باقی میمونه، پشتش این بالانس باقی میمونه یا نه و بعد از اینکه این دوتا رو دیدید با چشم نگاه کنید بعد از اینکه زیر این لو زده شد آیا به حرکت خودش ادامه میده برای اینکه بره این سقف رو بزنه یا خیر. فعلا حالا اگر میخواین لایو تمرین بکنید که من بهتون پیشنهاد میکنم هنوز این کارو نکنید، این چیزی هستش که باید چک بکنید که تارگت این حرکت هم به این صورت هست. چند تا اشتباه من تو ژورنالا دیدم داشت پشت هم تکرار میشد، یعنی در واقع 3-4 تا از بچه‌ها این اشتباه رو کرده بودن که در واقع این اتفاق رو اومدن های لو هایر های لو در نظر گرفتن در صورتی که اینجا کانفر نشده. پس این ساختاری که ما دنبالش بودیم نیست. تو ژورنال 2 تا از بچه‌ها این اشتباه رخ داده بود. این چیزیه که ما دنبالش می‌گردیم. خب این تا اینجا خلاصه همه صحبتایی که تو جلسه قبل با هم داشتیم و حالا ما در جلسه قبلی یک موضوع کلی رو مطرح کردیم تحت عنوان کینگ. گفتیم هر دراپ بیس دراپ یا هر رالی بیس رالی که به این صورت شکل میگیره برای ما یک کینگ رو داره تشکیل میده. این ناحیه رو کینگ تعریف کردیم و گفتیم از لوش تا عمیق ترین جایی که ریتریس میده ما به عنوان سر و ته کینگ در نظر میگیریم کینگ و معمولا هم با یه باکس تو خالی نشونش میدیم. رالی از جایی که شروع میکنه به ریتریس تا عمیق ترین جایی که ریتریس میده برای ما در واقع یک کینگ به حساب میاد. خب در صورتی که چنین اتفاقی بیفته سر و ته گره ما چه جوری میشه؟ بعضی وقتا بچه‌ها اینو اینجوری میگیرن، غلطه. گاهی وقتا این اینجوری انتخاب میشه، غلطه. و چیزی که درسته از جایی که ریتریس شروع میشه تا عمیق ترین جایی که برمیگرده. پس این کینگ ما خواهد بود. آیا این هم یک کینگ همزمان؟ بله این هم همزمان یک کینگ. خب پس ما جلسه قبلی کینگ رو تعریف کردیم. حالا میخوایم برای کینگ ها بیایم دسته‌بندی ارائه بدیم. کینگ ها رو توی چند دسته تقسیم بندی بکنیم و برای هر کدوم یه سری کارها و یک سری استفاده ها تعریف کنیم. خب اولین کینگی که میخوایم بریم سراغش در واقع کینگ FTR هست که مخفف ناتوان از بازگشت هست. اما این نکته که در مورد FTR معمولا خیلی در روش غفلت میشه، در واقع معنای درست این واژه هست. ما معمولا در نظر داریم که FTR ما به این میگیم FTR در صورتی که اینطوری نیست، یعنی هر چیزی که این شکلی باشه رو FTR تعریف میکنیم. ولی الان میخوایم برای FTR یک در واقع تعریف ارائه بدیم که FTR به معنای failure to return to supply and demand. در واقع FTR گره‌ای هست که از برگشتن به ساپلای و دیمند قبلی خودش ناتوان باقی مونده. یعنی چی؟ بریم سراغ این داستان که این دو کلمه آخر چقدر مفهوم و همه رو تغییر میده. خب بریم مثال. ما اگر خاطرتون باشه کپس تعریف کردیم، رالی بیس رالی تعریف کردیم و گفتیم که اینها همون نواحی ساپلای اند دیمندمون و زمانی که شما یه رالی بیس رالی داری این ناحیه برای شما میشه ناحیه ساپلای اند دیمند. طبیعتا اگر بخوای این ناحیه رو
من به صورت دیمند نشونش بدم بهینه ترش بکنیم، میرفتیم کندلی که پایین ترین لوی اینجا رو زده، اینا چیزاییه که از سپلای اند دیمند بلدیم دیگه، و کندلی که قبل از اینکه پایین ترین لو زده بشه رنگ مخالف رو داشته باشه نسبت به این حرکت و همه این تعریفایی که توی S&D میشناسیم، ما این ناحیه سپلای دیمند تعریف میکنیم و این ناحیه برای ما ناحیه عرضه و تقاضا میشه. جلسات قبلی در مورد در واقع کار نکردن این ناحیه عرضه و تقاضا مفصل صحبت کردیم، ولی به هر طریق یک ناحیه عرضه و تقاضایی شما اینجا در اختیار دارید. پس ما در واقع عرضه تقاضا رو میدونیم که یک در حالت رالی بیس رالی ها ما عرضه و تقاضا داریم و موضوع بعدی زمانی که قیمت دچار کپس میشه و قیمت دچار چرخش میشه، در این شرایط هم ما سپلای اند دیمند خواهیم داشت که از این لو تا این هایی که رفته بالاترین های رو زده در واقع ناحیه دیمند برای ما تعریف میشه، یا مجدد با همون تعریفی که اینجا را دادیم کندلی که بالاترین هایی رو زده و نسبت به این حرکت رنگ مخالفی داره به عنوان ناحیه سپلای اند دیمند تعریف میشه. خب ما هر گرهی پس وقتی میگیم هر گرهی افتیار زیر مجموعه کینگ ها داره طبقه بندی میشه. پس کینگ یک مفهوم کلی تریه، افتیار نوعی از کینگ ها به حساب میاد. هر گرهی که ناتوان از بازگشت به ناحیه سپلای اند دیمند باشد به این گره افتیار خواهیم گفت. یعنی چی؟ یعنی این گره ناتوان بود از اینکه به سپلای دیمند قبلی خودش برگردیم. حالا که ناتوان از بازگشت به این ناحیه بود، یعنی قبل از اینکه به این ناحیه برسه ریخت، هر زمان این اتفاق افتاد این همون افتیار شما خواهد بود. پس افتیار به معنای ناتوان از بازگشت به سپلای اند دیمند خودش خواهد بود که حالا جلوتر میریم و تو جلسات بعدی یه ترو سپلای اند دیمند تعریف میکنیم، یه فیک سپلای اند دیمند تعریف میکنیم و با اون تعریف ترو سپلای اند دیمندی که ارائه میشه کاملا متوجه میشیم که این کینگ باید به کجا برمیگشته و حالا که برنگشته پس به ترو سپلای اند دیمند خودش ریتریس نداشته، بازگشت نداشته. پس حالا که بازگشت نداشته، کاربردی که افتیار برای ما خواهد داشت این هستش که این کینگ ها بهترین جاها در واقع همون های لوی نقدینگی شما خواهند بود. پس افتیار گرهیه که ناتوان از بازگشت به سپلای اند دیمند، کاربردش هم برای ما اینه که هانت میشه. در واقع یکی از بهترین راههای پیدا کردن های لوی نقدینگی اینه که شما افتیارها رو بتونید به خوبی پیدا بکنید. خب اگر چنین اتفاقی میافتاد آیا ما هم دوباره با یک افتیار مواجه بودیم؟ خیر، دیگه این گره الان به سپلای دیمند خودش برگشت و این برگشتن به سپلای اند دیمند باعث میشه که دیگه این ناحیه افتیار نباشه و ما دیگه هانت اینجا رو انتظار نداریم. و چه چیز انتظار داریم فعلا نمیدونیم، مربوط میشه به جلسه‌های بعدی که قرار هست در موردش صحبت بکنیم. پس اگر گرهی به ناحیه سپلای اند دیمند درست خودش بازگشت نداشته باشه، این ناحیه برای ما افتیار فرض میشه. های و لوی اون ناحیه برای ما بهترین ناحیه برای هانت شدن هست و در واقع یکی از راه‌های سریع‌تر پیدا کردن اون های و لوی نقدینگی همین هستش که شما افتیار بودن یک گره رو بتونید خیلی سریع چک بکنید. خب برای مثال توی این حرکت صعودی ما به هر دلیلی فرض بکنیم این ناحیه سپلای اند دیمند قرار کار بکنه. اگر یک گره این شکلی تشکیل بشه، قیمت بیاد پایین بره در واقع اینجا، این اتفاق بیفته، یه دونه اینجوری تشکیل بشه و بیایم پایین. خب اگر تو چنین شرایطی باشیم و مثلا اینم ناحیه سپلای اند دیمند ما باشه، چیزی که ما انتظار داریم از این سمت اینه که این گره کار نکنه. چرا؟ چون به سپلای اند دیمند خودش ریتریس نداده. پس ما با این کینگ کاری نداریم. اشتباهاً بعداً دوباره من سعی کردم جلسات قبلی توضیح بدم این افتیار تعریف نشه، این رفل تعریف بشه و بعد این اتفاق به عنوان این گلف تعریف بشه. از این اشتباه ها پیش نیاد. ناحیه‌ای که به سپلای دیمند خودش ریتریس نده افتیار های لوی نقدینگیه و زمانی که بالا میریم دوباره مجددا ما اینجا هیچ بازگشتی به
ساپلای دیمند نداشتیم. مجددا این هم برای شما یک افتیاره، توی چنین شرایطی این گیج شدن پیش نیاد. پس هر زمان شما یک گره در اختیار داشتید، اولین چیزی که باید براش چک بکنید اینه که آیا این یک افتیار هست یا خیر. در صورتی که افتیار باشه شما دیگه از این گره هیچ انتظار واکنشی نخواهید داشت و در آینده حالا صحبت میکنیم که با این چی کار داریم و به چه دردمون میخوره، ولی صرفا فقط همین موضوع که افتیارها چیزی که ازشون میخوایم هانتشون هست. آیا ممکنه که در واقع این اتفاق بیفته؟ بله این ممکنه. آیا ممکنه که این اتفاق بیفته؟ بله ممکنه. فعلا با این ابزاری که در اختیارمون داریم نمیدونیم کدوم یکی از این دو تا شرایط قرار هست پیش بیاد. جلوتر در موردش بحث میکنیم و به نتیجه میرسیم که با کدوم یکی از این دوتا قرار هست مواجه بشیم. پس این به حالت صعودی، این هم در واقع به حالت برعکس ماجرا، نمیدونم حالا کدوم صعودی کدوم نزولی، ولی این به این شکل. خب پس این بچه‌ها جلوتر که میریم این گلف تعریف نشه اشتباهاً، از الان با هم بسته باشیم. این هم این گلف تعریف نشه اشتباهاً. این دوتا موضوع خیلی مهمی هن. افتیار چی بود؟ افتیار ناحیه‌ای که ناتوان از بازگشت به ساپلای اند دیمند، که جلوتر بریم توضیح میدیم که ناتوان از بازگشت به ترو ساپلای اند دیمند و ماجرا رو دیگه اونجا خیلی بیشتر در موردش مفصل صحبت میکنیم. پس این اولین کینکی که آشنا شدیم باش که کینک افتیار. حالا برگردیم سراغ درس جلسه قبل که ما گفتیم آقا لو های، لو هایر های و ادامه حرکت. با توجه به تعریفی که جلسه قبل کردیم الان متوجه شدیم که این کینک همون افتیار ما هست. در واقع این همون ناحیه ناتوان از بازگشت به ترو ساپلای اند دیمند پشت سر خودشه، چون ناتوان بوده از بازگشت. چیزی که ازش انتظار خواهیم داشت در واقع هانت شدن این سقف و برخورد قیمت به ساپلای اند دیمند واقعی خودش هست که این ساپلای اند دیمند واقعی صحبت کردیم اینجا FVG وجود داره، اینجا FVG وجود داره، این بالانس وجود داره، عدم تعادل، این افیشنسی وجود داره و به احتمال خیلی زیاد یک ناحیه مهم از چپ چارت ایگنور شده که فعلا ناحیه مهمه نمیدونیم کجاست و این همون ترو ساپلای اند دیمندی هستش که باید دنبالش باشیم. خب من اگر پایین مثلا مارکت باشم اینجا به هر دلیلی هر نشانه‌ای برای چرخش بازار پیدا بکنم، طبیعتا بهترین تارگتی که میتونم بگیرم کجاست؟ بهترین تارگت در واقع خود های افتیار هست، به شرط اینکه من مطمئن باشم در واقع اینجا با یک افتیار طرفم. پس توی افتیارها ما نمیریم MPL دراریم ترید کنیم، تو افتیارها نمیریم نمیدونم اینر دراریم ترید کنیم، تو افتیارها ما هیچ کاری نمی‌کنیم. ما صرفاً چیزی که بر اساسش ترید می‌کنیم در واقع هانت شدن افتیاره. یعنی شما این پایین اگر باشید به هر دلیلی تو اینا ریتریس گیر بیارید دنبال ادامه حرکت برای رد کردن در واقع این ناحیه هستید. خب بریم چند تا مثال از موضوع ببینیم. الان افتیار رو تعریف کردیم و گفتیم افتیار failure to return to supply and demand و بریم ببینیم که افتیارها کجا هستن. من دیگه همینجوری خیلی سریع هرچی دم دستم رسید اینجا تعریفش کردم. خب ما الان اینجا با یک افتیار مواجهیم. چرا؟ چون به ساپلای اند دیمند واقعی خودش که فعلا نمیدونیم کجاست ولی میدونیم پشت این ناحیه قرار گرفته بر نگشته. چرا در واقع این ناحیه خوبی برای انتخاب کردن؟ چون پشتش FVG وجود داره، پشتش در واقع این حرکت رو اگر شما از اون بالا تا این پایین در نظر بگیرید این حرکت افیشنت نیست. حالا که افیشنت نیست پشتش هم FVGه، این بهترین جا برای اینکه پشتش هانت بشه. حالا اینه که دقیقاً داره به کجا میخوره فعلا صحبت کردیم که در موردش نمیدونیم، ولی اگه بخوام افتیار تعیین کنم این الان یک کینک افتیار هست. داخل خود این کینک افتیار بیام و اینجا رو که در واقع در چرخش قیمت بودیم بهش دقت کنیم. ما در این ناحیه رالی داشتیم، اینجا قیمت کپس شده، دراپ کرده، چرخیده. پس ناحیه کپس برای ما ناحیه عرضه و تقاضا خواهد بود و این افتیار در واقع این ناحیه عرضه و تقاضا. آیا این کینک برای ما افتیار هست؟ خیر، این ناحیه برگشت به ساپلای اند دیمند، پس دیگه این ناحیه افتیار نیست. پس این ناحیه دیگه در آینده قرار نیست هانت بشه، هانت هم نشد، کار کرد ناحیه. آیا این کینک برای ما
FTR بود. بله چرا؟ چون به سپلای اند دیمند خودش ریتریس نداده بود. پس یه راه دیگه الان پیدا کردیم برای اینکه راحت‌تر در واقع اون های و لوی نقدینگی رو پیدا بکنیم. پس الان دیگه بریم تو ژورنال، احتمالاً دیگه کسی این مسیر رو نباید رسم بکنه که های لو، ببخشید لو های، لو هایر های و دراپ. در واقع چیزی که ما دنبالش هستیم اون افتیاره که دنبالشیم. افتیار برای ما مد نظر بود. این افتیار سپلای دیمند فیل کرده از اینکه به سپلای دیمند قبلی خودش ریتریس بده و در نتیجه میبینیم که این اتفاق شکل گرفت که اومد لو های، لو هایر های. الان داستان درست شد و حالا جلوتر که بریم در واقع با مفهوم شونه چپ که آشنا بشیم الان براتون ساختار درست‌تر شکل میگیره. پس اگر اشتباهاً من بیام در واقع این مسیر رو رسم کنم، جلوتر که بریم به یه سری اشکالا برمیخوریم که از الان فعلا داریم با خودمون اصلاحش میکنیم که اون مشکل دیگه پیش نیاد و این دردسرساز میشه برامون جلوتر. چرا؟ در واقع توی این حرکت بعدا متوجه میشیم که برای گرفتن این حرکت ما دوچار یه سری دردسرا میشیم که نیاز داریم شما افتیار رو به درستی بتونین تعریف بکنید. پس اگر ازتون بعدا خواسته شد که افتیار مشخص کنید، حواستون باشه این در واقع افتیار شما هست، نه این گره پایینی. یه سرم به این گره پایینیه بزنیم ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده. اگر دقت بکنیم ما مجددا، من یه تایم برم پایینتر اینجا رو اگر خدا بخواد و اینجا دیتاشو بهمون بده. نمیدونم چرا دارم یه جایی رو مثال میزنم که ممکنه دیتاشو بهمون نده. خواهشاً لود کن. خب بچه حالا تا قبل از اینکه اونجا لود بشه من اینجا دیگه هرچی مثال به چشمم میخوره رو بیارم ببینیم. بعد اونجام رسیدیم، ویدیو رو ضبط زدم، اونجام رسیدیم الان دیتا یه ذره بهش فرصت بدیم چپ رو لود کنه، اینجا هرچی میبینیم رو با هم بررسی بکنیم. خب من یک ناحیه عرضه و تقاضا اینجا داشتم، یه ناحیه عرضه و تقاضا داشتم این بالا و اینجا قیمت فیل کرده از اینکه بهش برسه. پس این برای ما یک افتیار خواهد بود. بعداً هم قرار هست اینها هانت بشن. یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره، الان خوب شد این مثال رو اینجا دیدم. ما الان صحبت کردیم که آقا یک ناحیه عرضه و تقاضایی وجود داره و این کینگ در واقع از رسیدن به این ناحیه عرضه و تقاضای قبلی خودش فیل کرده، ناتوان بوده، پس در آینده هانت میشه. آیا این هانت شدن در آیندهش قرار هست بره برخورد بکنه به ناحیه عرضه و تقاضا؟ خیر. درست؟ پس اگر پاسخ خیره، من از کجا بفهمم همین اولی هم فیلر تو در واقع ریترن تو سپلای اند دیمند؟ صحبت کردیم بچه یه ترو سپلای اند دیمند وجود داره که چیزی که مد نظر ما هست در واقع اون ترو سپلای اند دیمنده. ولی فعلا با همین تعریفی که سپلای اند دیمند رو همونجوری که بلدیم ترسیم بکنید و در واقع این ناتوان بودنش رو ببینید. ولی جلوتر که رفتیم در واقع ناحیه ترو سپلای اند دیمند، اون چیزی که واقعا در واقع این وسط ایگنور شده رو با هم پیداش میکنیم، در مورد اون که صحبت بکنیم کل مشکلمون حل میشه که در واقع این کجا هستش که این فیل شده و ناتوان بوده از برگشت بهش. در نتیجه قرار هست در آینده ما برگشت رو بهش داشته باشیم و اون اتفاقی که داریم تعریف میکنیم بیفته. من یه مراجعه به چپ چارت بکنم. بدبختانه تایم پایین‌تر هم میخوام، اینجا هیچی نمیبینم. خلاصه داستان اینی که یه ترو سپلای اند دیمندی بعداً تعریف میکنیم و الان من دوباره تاکید کردم بچه ترو سپلای اند دیمند رو به خدا بعداً تعریف میکنیم. الان دوباره تو ژورنالا نیاد که این ترو سپلای اند دیمند کجاست و من الان چرا بهش نخوردم و بعد اینو چجوری باید تشخیصش میدادم، از کجا میفهمیدم. اینا رو فعلا بذارید. ما الان فقط جلسه امروز ما در مورد تعریف افتیار، الان داریم افتیار رو تعریف میکنیم که اگر در واقع به اون سپلای اند دیمند خودش ریتریس نده این یک افتیاره و افتیارها بعداً هانت میشن. همین.
و یه نشونه خیلی خوبی هم که براش داشتیم FVG برقراره، یعنی اینجا الان من یک FTR گیر آوردم. چرا این FTR کینگ؟ چرا FTR؟ چون قبلا صحبت کردیم وجود یک FVG برای ما نشون دهنده که اینجا یک های و لو نقدینگیه. احتمالاً در FVG یک ناحیه مهم از سمت چپ برکود شده که می‌بینیم این اتفاق افتاده در FVG، این اتفاق افتاده، یعنی یک ناحیه مهمی که الان نمیدونیم فعلا چه ناحیه‌ای اینجا وجود داشته ولی اینجا ایگنور شده، شکسته. پس این هست. خود این حرکت زمانی که داشته میرفته افیشنت نبوده و برگشته افیشنسی خودش رو کامل کرده، نهایتاً هم به حرکت خودش ادامه داده. پس تعریف FTR ناتوان از بازگشت به ترو ساپلای اند دیمند. ترو ساپلای اند دیمند کجاست فعلا نمیدونیم. چرا الان تعریفش نمی‌کنیم؟ چون فعلا داریم FTR رو تعریف می‌کنیم. درست؟ اینو جلوتر بریم، اینو همه رو من مفصل براتون توضیح میدم که در واقع منظورمون از اون ترو ساپلای اند دیمند کجاست. خب بریم سر همون مثالی که اونجا رو بیت کوین دیدیم و کلی وایسادیم که اون لود شه. شکر خدا هنوزم لود نکرده. خب خیلی او عجب شانسی آوردیم. اب نداره. خب پس یه سپلای اند دیمند اینجا برای ما وجود داشته و ما سپلای اند دیمند رو من دست نزنم، همون چیزی که از تایم بالا گرفتم باقی بمونه. در واقع این شادوی بالای اون کندلی هست که از H4 گرفتیم. خب این کینگ FTR اینو بچه تو رو خدا جان خودتون بعدن اینا رو فلگ لیمیت تعریف نکنید. ناتوان از بازگشت به سپلای اند دیمند صحبت کردیم. آیا لزوما در آینده برمیگرده و سپلای دیمندی که از سپلای اند دیمند میشناسیم میزنه؟ نه، بعضی وقتا بهش نمیرسه، فقط همینو هانت میکنه. یه پوینت پشت این میخوره به ناحیه سپلای اند دیمند، شما هیچ برخوردی نداره. چیزی که برام اهمیت داره ترو سپلای اند دیمنده، در واقع نه اون تعریفی که توی روش‌های سپلای اند دیمند و حالا سبک‌های مربوط به اون ارائه میکنن. یه ترو سپلای اند دیمند بعداً تعریف میکنیم، ما انتظارمون بازگشت به اونجا هست و مثلا نه اون تعریفی که آقا من الان شما تو H4 رفتی شادو گرفتی اومدم H1 این شکلی شد، ممکنه توی H1 من بیام بگم از لویی که رفته بالاترین هایو زده اینجوری تعریفش کنم بعد این FTR نشه، اون موقع چیکارش کنیم؟ برای اینکه همه این مشکلات پیش نیاد جلوتر یه ترو سپلای اند دیمند تعریف میکنیم و مبنای کار ما میشه در واقع بازگشت به اون ترو سپلای اند دیمند که فعلا هنوز نمیدونیمش چیه، نمیدونیم چه شکلیه و هیچ کاری هم فعلا با توجه به اینکه نمیشناسیمش بهش نداریم، ولی جلوتر که رفتیم تعریفش میکنیم، پیداش میکنیم و اینجوری ناحیه رو دقیق در میاریم. FTR اون موقع خیلی واضح دیگه بدون هیچ شک و شبهه‌ای برامون مشخص میشه. پس اینجا این همون چیزی بود که تو تایم بالا خب خیلی واضح بود که FTR داریم. در مورد اینجا داشتیم صحبت میکردیم که مثلا نگاه کنین اینجا در واقع یه ترو سپلای اند دیمندی هست که بعداً تعریفش میکنیم، مارکت بهش اینجا بر نگشته، اون یه پوینتی که رفت زد در واقع بازگشت به اون ترو سپلای اند دیمنده. پس ما منظورم از سپلای اند دیمند این نیست. فعلا من اینجا بگم که این موضوع میمونه بعداً در موردش مفصل صحبت میکنیم که ترو سپلای اند دیمند کجاست. پس سپلای اند دیمند رو اینجوری تعریف نمی کنیم. چرا؟ چون داریم حرف از ترو سپلای اند دیمند میزنیم و اینجا حالا به هر طریق اینجا FTR بوده. پس بعداً اگر کسی خواست در واقع اون ساختار نقدینگی رو رسم بکنه، ساختار تامین نقدینگی به این صورت میشه که لو های لو هایر های و حالا ادامه حرکت. خب پس ما یه اختلاف نظری بین بچه‌ها هست، طبیعی هم بود که در واقع نمیدونستن کدوم های و لو رو باید رسم بکنن. مثلا حالا یه جایی اینجا خیلی تابلو قصه که ما اینو چه شکلی بگیریمش، ولی بعضی جاها چند تا های و لو وجود داشت، چند تا های و لو میشد برای ساختار تامین نقدینگی در نظر گرفت و یه مقدار دوگانگی بود که آقا من کدوم های و لو رو بگیرم، هر کدوم که اشتباه بود من همه رو تو ژورنالا تصحیح کردم و مثلا الان اینجا خیلی واضحه که خب باید این در واقع لوهای رو رسم کرد. توی اینجا ما خیلی کار سختی نداریم، ولی بعضی جا بود که چند تا های و لو پشت سر هم بود، مثل همین مثالی که اینجا الان زدیم
که اینا اگر الان درستش نکنیم و اینو اینجوری درست تعریف نکنیم بعدا به مشکل میخوریم. یعنی در صورتی که یه نفر بیاد اینو اینجوری رسم بکنه بعدا نصف کاسه کوزه‌مون همه به هم میخوره و این داستان تا نریم جلوتر متوجه میشین چرا انقدر داریم تاکید میکنیم روی اینکه خود افتیار رو در واقع به عنوان های و لوی نقدینگی در نظر بگیریم. پس این تعریف افتیار و در مورد این مفصل صحبت کردیم که آقا این افتیارها به چه درد ما میخورن. برای مثال ما دوباره مثلا این پایین یک ناحیه ساپلای اند دیمند داریم. خب آیا این گره به ساپلای اند دیمند خودش بازگشت داشته؟ بله داشته. پس این دیگه افتیار نیست، پس دیگه ما هانت ازش نمیخوایم. اگه قرار باشه کار بکنه خودش کار میکنه. آیا این کینگز افتیار؟ چشم من از اینجا میگه به ساپلای اند دیمند تایم پایین خودش که اینجا باشه واکنش داده. پس اگه در آینده بریم چه، حالا هنوز تعریف نکردیم میگه چه این گلف چه در واقع فیکوت ما از خودش انتظار کار کردن داریم و نه از هانت شدنش. من حالا سعی بکنم چند تا افتیار براتون توی چارت پیدا بکنم که اینا رو واضح تر ببینیم. برای مثال ما الان اینجا رالی، کپس، دراپ، خب یه ناحیه عرضه و تقاضا این بالا داریم. آیا این کینگ افتیار؟ خیر، این برگشت به ساپلای اند دیمند، پس دیگه این افتیار نخواهد بود. اینو تحت عنوان افتیار تعریفش نمی کنیم. آیا این افتیار بود؟ بله این افتیار بود. این کینگ کوچولویی که اینجا شکل گرفت این برای ما افتیار بود و اگر بخوایم ساختار در واقع تامین نقدینگی رو اینجا رسم بکنیم به این صورت میشه که لو های، لو هایر های و ادامه حرکت. خب مثلا من اینجا دوباره یک چرخش قیمت دارم. ای کاش میشد اینجا رو برم تا این پایین تر، فقط میترسم که این اتفاق لود نکردن دیتا سرمون در بیاد. این کینگ همون افتیار ما بوده که در واقع به ساپلای اند دیمند پایین خودش برنگشته، رفته برگشته به ساپلای اند دیمند، در واقع افتیار رو هانت کرده. نگیم برگشته به ساپلای اند دیمند، فعلا میدونیم که افتیار داره هانت میشه چون تور ساپلای اند دیمند رو نمیشناسیم کجاست. هانت افتیار و ادامه حرکت، پس های لو هایر های لو و ادامه حرکت. من ازتون میخوام که فعلا با تعریف این افتیاری که داریم انجام میدیم دقتتون رو بیشتر بکنید برای اینکه جاهای بسیار بیشتری بتونید افتیار رو ببینید، یعنی بتونید همه اینا رو هم تحت عنوان همون ساختاری که با هم صحبت کردیم ببینید. پس یه ساپلای اند دیمند این بالا وجود داشته که اینا رو کاش حالا من یه جایی بیارم برام تا این پایین همه رو نشون بدم که کینگ اول فیل شده، لو های لو هایر های و ادامه حرکت. من برم چند جا تایم بالاترم مثال بزنم اتفاقای بزرگترم ببینیم که داستان برام واضح تر باشه. ساپلای اند دیمند این کینگ برای ما افتیار خواهد بود. پس لو های لو هایر های ادامه حرکت. حالا این موضوعی هم که بعداً قرار هست در موردش صحبت بکنیم اساسی، اینا همه بمونه چیزایی که جلسه بعدی می‌خوایم در موردش حرف بزنیم. خب من چند تا asset دیگه هم بیارم پشت هم اختیار روش ببینیم. روی بیت کوین دیدیم، یعنی از آلت کوین ها دیدیم، تایم بالا نشون بدم که دیگه چه بهتر. من اینا رو با اجازه پاک کنم. افتیار ناتوان از بازگشت به ساپلای اند دیمند قبل خودش. پس لو های
لو لو، هایر های و ادامه حرکت. ساپلای اند دیمند، FTR، هانت FTR و ادامه حرکت. ساپلای اند دیمند، FTR، ناتوان از بازگشت به ساپلای اند دیمند، هانت FTR، ادامه حرکت. من دوباره بچه اینجا تاکید بکنم آیا لزوما قراره بعد از اینکه قیمت اومد هانت FTR رو انجام داد به ناحیه ساپلای اند دیمندی که توی روش های ساپلای اند دیمند میشناسیم برخورد بکنه؟ خیر. چیزی که الان فعلا اینجا برای ما اهمیت داره هانت شدن FTR و درست رسم کردن در واقع اون ساختار تامین نقدینگی. یعنی الان دیگه چشم شما باید عادت بکنه که های لو، هایر های، لو لو رو بتونید به این صورت ببینید که من دوباره تاکید میکنم این درست دیدنش، یعنی ممکنه به خودتون بگین خب چه اشکالی پیش میاد اگر من اینجوری تعریفش بکنم. اشکالش زمانی که جلوتر میخوایم این واکنش‌های این سمت رو در موردش صحبت بکنیم اونجا ما به شدت به مشکل برخواهیم خورد. یعنی همین الان دقت بکنید ببینید که در واقع واکنش‌ها تو چه ناحیه‌ای هست، واکنش‌های جلوتر، و اگر اینا رو بگیریم چه فاجعه‌ای این جلو قرار هست پیش بیاد. یعنی استاپ، دیدگاه صعودی گرفتن، دوباره استاپ، همه چیز قرار به هم بریزه بدجور. پس توی رسم کردن در واقع این FTR در نظر گرفتن این FTR فوق العاده برام اهمیت داره. پس اون ساختار تامین نقدینگی برام مهمه که چه جوری رسم بشه. اگر این های لو بگیریم جلوتر به یه عالمه دردسر می‌خوریم. خب اینجا رو مثال زدیم فکر می‌کنم DXY هستیم. DXY ببینم یه چند تا بریم تایم خیلی بالا مثال بزنیم، رو اسست‌های دیگه بیام تایمر خیلی پایین مثال بزنم. رضا ممنون میشم رو صفحه من چیزی ننویسین. من برگردم تو زوم ببینم مشکلی پیش اومده یا نه. چت‌ها رو بچه تصویر مشکلی داره؟ دیلی داریم؟ نه اوکی خب عالی. پس اگه چیزی رو تصویر ننویسین ممنونتون میشم. تشکر. خب خب برای مثال ما اینجا یک کپس داریم، رالی کپس دراپ، لوی که رفته بالاترین هایو زده اینجا این ناحیه ساپلای اند دیمند. اینو پس دیگه جلوتر رفتیم روی اینا واکنش نگیرین تو رو خدا. اینا نمیدونم یه جا شکسته اینجوری شده این LS این وره، از این صحبت ها اینا رو نداشته باشین. اینا همه افتیارن.
مجدد افتیار. من افتیارا رو به سمت راستم امتداد میدم برای اینکه ببینید که اگر افتیار اشتباه انتخاب بشه بعدن چه اشتباهی پیش میاد و چه ناحیه‌هایی همه غلط بلوط میشه. این در واقع لو های، لو هایر های، ادامه حرکت. این گره برای ما افتیار خواهد بود. پشتش افیجی وجود داره. بله. آیا حرکت بالانس؟ خیر. حرکت از کجا شروع شده؟ از اینجا شروع شده. این بالانس کاملا واضحه، برگشته بالانس کامل شده. افیجی برداشته شده. پشت افیجی احتمالا ناحیه مهمی است که شکسته شده. بله بوده. ناحیه مهمی اینجا است که داره شکسته میشه و نهایتا فیلیپ میشه. حالا اتفاقی این فیلیپ داره رو 50% میفته، فعلا خیلی برای ما مد نظر نیست. دوباره من اینا رو همه رو تاکید بکنم که بعداً به مشکل نخوریم. همین ناحیه رو بچه‌ها در نظر بگیرین. ما الان اینجا یک چرخش داریم دیگه، یعنی قیمت رفته بالا، رالی کپس شده و دراپ کرده اومده پایین. خب توی اینجا برای ما یک ناحیه ساپلای اند دیمند شکل میگیره. ما اینجا داریم به این صورت میبینیمش. حتما اگر بریم تایم پایینتر اینجا یک کینک هست که قیمت بهش نرسیده، در واقع های رو زده، لو رو زده و ببخشید لو رو زده، های رو زده، لو رو زده و اینجا برگشته ساپلای اند دیمند رو برداشته. پس حالا چه اون تایم پایینش وجود داشته باشه چه نداشته باشه، الان این کینک برای ما دیگه افتیار نخواهد بود. الان تعریف این کینک برای ما دیگه افتیار نیست. پس انتظار واکنشمون از هانت اینجا نخواهد بود. از خود این کینک در آینده دیگه انتظار کار کردن خواهیم داشت که اگر دقت بکنید این گلف همینجا اتفاق افتاده، ریتریس داده، نهایتاً رد شده. چرا اینجا ساختار تامین نقدینگی رخ نداده؟ چون این کینکی که داریم میگیریم افتیار نیست. حالا میریم تایم پایینتر، اینا دیگه چیزایی که جلسه بعد صحبت میکنیم. اون ساپلای اند دیمند درست برداشته شده، پس این ناحیه قرار هست که کار بکنه دیگه. ساختار تامین نقدینگی اینجا اتفاق نمیفته. این نمیشه های لو هایر های و لوی در کار نخواهد بود. اینا دیگه همه بمونه واسه یه چیزایی که جلسات بعد خواهیم صحبت خواهیم کرد. و من دوباره در واقع افتیار توی چارت مشخص بکنم. ساپلای اند دیمند یه دو سه تا تایم بریم پایینتر برای اینکه ساپلای اند دیمند رو بهتر ببینیم. آیا این ناحیه به ساپلای اند دیمند خودش ریتریس داد؟ خیر. پس اینجا برای ما افتیار خواهد بود. چیزی که باش کار خواهیم داشت در واقع فیکوت این ناحیه هست. پس تعریف ما میشه های ببخشید لو های، لو هایر های و ادامه حرکت. خب اگر خود اینجا رو بررسی بکنیم، آیا این کینکی که اینجا داریم در واقع برای ما افتیار هست؟ خیر. این ناحیه به ترو ساپلای اند دیمند ریتریس داده، ساختار تامین نقدینگی توش رخ داده. پس در آینده ما انتظار هاند شدن از این گره رو نخواهیم داشت. چیزی که قرار هست کار بکنه در واقع باید بریم تو دل خود این ناحیه، یک ناحیه از دل همینجا در بیاریم که دوباره حالا اینا همه موضوعاتی که میمونه واسه جلسات بعدی، ولی من همینجوری فعلا چشمی از همین تایم بالا یه خط بندازیم و بریم راست. خب من فکر کنم به اندازه کافی در مورد افتیار مثال زدیم. بچه‌ها اگر واضحه بریم تو چت الان بگین که بریم سراغ قصه بعدی.
کپس رو بر چه مبنایی میگیرید؟ از لویی که رفته بالاترین هایو زده، در واقع لویی که بالاترین هایو زده. این ناحیه ساپلای اند دیمند در واقع که برای کپس تعریف میشه. فقط فعلا از الان بدونید که با ساپلای دیمند کار نداریم، ما با ترو ساپلای اند دیمند کار داریم، بعداً در موردش صحبت میکنیم، فعلا چیزی ازش نمیدونیم. خب عالی، برگردیم سراغ تعریف بعدیمون. ما اینجا کینک رو تعریف کردیم. خب من نوشته‌هام کجا بود؟ خب پس اولین چیزی که تعریف کردیم شد failure to return to supply and demand. این دو تا واژه‌اش خیلی برای ما مورد تاکید شد. سلامت باشین. فقط اگه میشه ممنون میشم مایکو ببندید. جانم سوال دارین؟ اونجا شما گفتین که یه سوال دارین، من یه لحظه یادم رفت میکروفونو بزنم. اون چجوری بعد اون ساپلای و دیمند چیز عرضه و تقاضا رو مثلا دقیقش تشخیص بدیم که آیا افتیار برگشته بهش یا نه؟ من الان بچه یه 40-50 بار گفتم دیگه، بعداً فعلا نمیدونیم کجاست. ساپلای دیمند رو که بلدیم، در حد ساپلای دیمند بلدیم، خب ولی اون ترو ساپلای اند دیمند الان نمیدونیم، جلوتر میرسیم بهش. ما الان نه دیگه الان بحث ما افتیاره بچه، بحث ما ترو ساپلای اند دیمند نیست. دوستان لطفاً خواهشاً توی تدریس وارد نشین، سوالاتون اگه سوالی داشت کنیم، موقع تدریس ادامه میدیم. لطفاً بفرمایید. من بچه دوباره تاکید کنم، ما الان داریم در مورد فیلر تو ریترن، در مورد FTR صحبت میکنیم، نه ترو ساپلای اند دیمند. اون یه بحثیه که خیلی جلوتر بهش میرسیم، ولی برسیم من مفصل براتون توضیح میدم. فعلا داشته باشین که FTR گره‌ایه که ناتوان بوده از اینکه به ساپلای اند دیمند درست خودش بازگشت داشته باشه. این تعریف رو بعداً جلوتر من چند تا مثال نشون دادم از واکنشایی که سمت راست قیمت می‌خوایم بگیریم به کارمون میاد. درست؟ شما الان با کمک اون FVG، با کمک در واقع این بالانس و افیشنسی توانایی تشخیص اون های لوی نقدینگی رو دارید، ولی برای اینکه دقتمون بره بالاتر، جای واکنش رو گیر بیاریم، بدونیم که دقیقاً به کجا میخوره، چه اتفاقی میفته، همه اونا باقی بمونه. زمانی که در واقع برسیم به قصه سیکرت سیگنال، من اونجا دیگه کامل و واضح و مشخص اون ترو ساپلای اند دیمند رو تعریف میکنیم و دیگه بقیه‌اش همش در میاد دیگه. یعنی FTR مشخص میشه، ناحیه سمت راست قیمت برای واکنش مشخص میشه و یه بخش بزرگی از پازل تکمیل میشه. فعلا FTR رو داشته باشیم که به گره‌ای که به ساپلای دیمند درست ریتریس ندهد FTR گفته میشود. این تعریفی که الان فعلا از FTR داشتیم. کاربردش هم در موردش صحبت شد که FTR ها هانت میشن، از خودشون چیزی نخواین، تو خود FTR دنبال چیز خاصی نگردید. حتی اگه ریتریس دادن، شما خود ریتریس رو نگیرید، به قصد هانت کردن تریدشون کنید، نه به قصد اون ریتریسی که در واقع در برخورد به FTR ها رخ میده. این اولین تعریفی که داشتیم. خب بریم سراغ تعریف بعدی که FL مخفف فلگ لیمیت. خب تا نرفتیم سراغ بحث بعدی، هولوش تقریبا نزدیک به 1 ساعت از کلاس گذشته. به نظرتون الان مباحث و پرسشی که اگه دارین رو بپرسین، جلسه این کلاس نیم ساعتی انجام بدیم و بریم سراغ جلسه بعدی، یا جلسه رو کلا مباحث رو انجام بگن، توی جلسه بعدی وقت بیشتری بذاریم برای پرسش و پاسخ. بعدی باشه بهتره برای پرسش. خیلی خوب. پس همینجا ساعت و نیم برم تکمیل کنم، بعدی ایشالا به پرسش. مرسی بفرمایید. خب قربون شما. خب موضوع بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم در واقع گره هایی هستن، کینک هایی هستن که از این بعد بهشون میگیم فلگ لیمیت.
و برای اینکه بدونیم فلگ لیمیت چیه باید اول بدونیم خود فلگ چیه که حالا شما شدی فلگ لیمیت، در واقع لیمیت یک فلگ. بریم بالا و من این تصاویر رو پاک بکنم. بریم برای تعریف فلگ لیمیت. به هر گرهی پس فلگ لیمیت نوعی از گره هاست. هر گرهی، هر جای چارت، هر شکلی، با هر قیافه‌ای، هر گرهی که بتواند قیمت را با ناحیه 50% خودش نگه دارد فلگ لیمیت گفته خواهد شد. پس هر گرهی که بتونه قیمت رو با ناحیه 50% خودش نگه داره، یعنی شما یک گره رو مشخص میکنید، ناحیه 50%ش رو مشخص میکنید. آیا اگر اینجوری بشه فلگ لیمیت؟ خیر، شرط گذاشتیم با ناحیه 50%ش نگه داره. اگر اینجوری نگه داره فلگ لیمیت بله، با ناحیه حداقل 50% خودش قیمت رو نگه داشته. آیا اگر اینجوری بشه فلگ لیمیت؟ مشخصا خیر. چرا؟ چون دیگه افتیار بود. این همون افتیار شد، لو های اتفاق افتاد. پس چی شد تعریف ما از فلگ لیمیت؟ هر گرهی که بتواند قیمت را با ناحیه حداقل 50% خود نگه دارد فلگ لیمیت خواهد بود. جلوتر بریم تعریف بهتری برای این 50% تعریف میکنیم، چون الان فعلا نمیدونیمش و نمیتونیم بگیم که این قیمت رو با کجای خودش نگه میداره. فعلا به همین تعریف بسنده کنیم، ولی جلوتر بریم تعریف رو کاملتر میکنیم. پس فعلا تا اینجا هر گرهی که بتونه قیمت رو با ناحیه حداقل 50% خودش نگه داره فلگ لیمیت گفته میشه. این یه مثال نزولی. فلگ لیمیت ها هم دوباره با یه باکس تو خالی فقط با لیبل FL به این صورت نشون میدیم و این هم از حالت صعودی داستان. خب بچه الان همینجا اگر یه کوچولو زرنگ باشیم و از صحبت چند دقیقه پیش بتونیم نکته برداری بکنیم، به این نتیجه میرسیم که ما در مورد افتیار صحبت کردیم. به تور ساپلای اند دیمند واکنش نمیده، قیمت میاد و این کارو میکنه. تفاوت افتیار و FL چیه؟ زمانی که این بره و به تور ساپلای اند دیمند واکنش بده، الان تبدیل شد به یک فلگ لیمیت و حالا دیگه قیمت رو داره با ناحیه حداقل 50% خودش هولد میکنه. این مثال رو هم چند دقیقه پیش در مورد افتیار داشتیم صحبت میکردیم، یه جا رو با هم دیدیم که یه گرهی بود قیمت رو نگه داشته بود و اون ساختار تامین نقدینگی گفتیم اینجا اتفاق نیفتاده. علت هم در مورد این صحبت کردیم که اینجا قیمت ریتریس داده به تور ساپلای اند دیمند خودش، پس دیگه هانت کردن بی‌معناست. پس هر گرهی که بتونه این کار رو بکنه برای ما فلگ لیمیت خواهد بود. این تعریف اولیه و موضوع اصلی بچه‌ها برای ما اینه که وقتی میگیم فلگ لیمیت در واقع باید یک فلگی شکل بگیره، یک فلگی با تعاریف کلاسیک شکل بگیره که در واقع این گره برای ما فلگ لیمیت اون ناحیه باشه. پس به صورت کلی و به صورت دقیق تر معمولا فلگ لیمیت های شما از نظر طول و اندازه بسیار کوچکتر از فلگ های شما خواهند بود. پس فلگ لیمیت معمولا کوچکتره و روی فلگ لیمیت ها معمولا داره یک فلگ ساخته میشه. حالا این یک فلگ نزولی در واقع یه دونه بر فلگ، یه دونه بول فلگ هم الان رسم کنیم که به این صورت. این در واقع بول فلگ که ما با خود فلگ کاری نداریم، ما با خود فلگ هیچ کاری نداریم، ما با فلگ لیمیت کار داریم. ولی از نظر اندازه این دقت رو داشته باشین. حالا من یه کوچولو اینو اینجوری بکشم. از نظر اندازه حواستون باشه که گرهی که روی فلگ لیمیت سوار میشه معمولا بزرگتر از خود FL، بزرگتر از خود فلگ لیمیته. در واقع باید یک فلگی وجود داشته باشه با دیدگاه کلاسیک که میله پرچم شکل بگیره، بعد خود پرچم شکل بگیره، بعد معمولا در کلاسیک انتظار هستش که یک حرکتی هم اندازه در واقع میله پرچم قیمت انجام بده که هیچ کاری به این قصه نداریم، فقط میخوایم فلگ رو در واقع از دید کلاسیک تعریف بکنیم که بگیم از منظر کلاسیک این فلگ
و میدونیم که در کلاسیک شکسته شدن این سقف این فلگه تریگر ورود میتونه باشه برای اینکه به این تارگت در واقع قیمت خودش رو برسونه. خیلی وقتا این فلگ ها یکی از تله های خیلی خوب هستن برای اینکه تریدرها رو اونجوری به دام بندازن. یعنی در دیدگاه های مبتنی کسایی که با فلگ ترید میکنن، زمانی که مثلا یک بول فلگ تشخیص داده بشه که اینجا قیمت یه اسپایک رفت، یه بول فلگ ساخت، انتظار اینه که قیمت خودش رو به این تارگت برسونه و اتفاقی که معمولا میفته به این صورته، در واقع بول فلگ شکست میخوره. در حالت نزولیش هم به همین شکل و همین منوال و همین داستان هست. پس چیزی که از افل تعریف کردیم، این هم نحوه نمایشش توی چارت. نحوه نمایش توی چارت، هر گره‌ای که بتواند قیمت را با بیش از 50% خودش نگه دارد فلگ لیمیت خواهد بود. بریم چند تا نمونه ببینیم. من سعی میکنم توی همه تایم فریم ها هم قصه رو بهتون نشون بدم. بریم یه ذره تو ارزهای دیگه. من همینجوری حالا آیودی رو میارم، ان شاءالله که رو آیودی هیچی ماشاءالله. خب تایم فریم 4 ساعته داریم، خوبه. خب الان همه موافقیم که اینجا قیمت توسط بیش از در واقع حداقل 50% اینجا هولد قیمت اتفاق افتاد. هولد کردن قیمت به معنای اینه که قیمت رو پایین خودش این ناحیه نگه داره. طبیعتا این سقف نباید هانت بشه و اگر هانت شد که دیگه این افتیار بوده، اصلا این افل نبوده دیگه، پس این اتفاقا پیش نیاد. و اینکه این ناحیه رو الان میبینیم که این گره این ناحیه رو به سمت پایین هولد داد. اینجا پس ما یک فلگ لیمیت در اختیار داشتیم. اسپایک در واقع اون میله پرچم، فلگ لیمیت، فلگ قیمت شروع میکنه فلگ کردن و ادامه حرکت که در واقع نگه داشتن این افل برای ما داره تعریف میشه. با بیش از 50% خودش قیمت رو نگه داشته. پس مجددا یه فلگ لیمیت دیگه ما اینجا داشتیم. قیمت اسپایک کنه، فلگ لیمیت تشکیل بشه، روش فلگ شکل بگیره. بچه یه نکته هم که همینجا اگر بخوایم بحث رو با قصه های قبلیمون قراقاتی بکنیم، داستان به این صورت برامون در میاد که ما تا اینجا متوجه شدیم یک فلگ لیمیتی پس انگار داره شکل میگیره و بعدش قیمت یک افتیار تشکیل میده، بعدش برمیگرده افتیار هانت میکنه، برخورد میکنه به فلگ لیمیت و به حرکت خودش ادامه میده. فعلا الان برای ما تشخیص همه فلگ لیمیت ها سخته، یعنی هنوز نمیتونیم بگیم که بعد از هانت اینجا حتما میره میزنه تو این افلی که اینجا هست. چرا؟ چون قصه ای که برای ما اهمیت داره در واقع تور ساپلای اند دیمندی هست که قرار هست از پشت تعریف بکنیم و اون تور ساپلای اند دیمند برای ما مبناست که کدام یک از این گره هایی که اینجا وجود داره یا کدام یک از این ناحیه‌ای که وجود داره برای ما جای درست تعریف میشه. یعنی ممکنه که شما با یه چنین اتفاق مواجه بشین بعد بگین که این چرا به در واقع فلگ لیمیت خودش نرسید، من اون بالایی و فلگ لیمیت تشخیص دادم، در صورتی که این چیزی نیست که برای ما اهمیت داشته باشه. موضوعی که مهمه در واقع اون تور ساپلای اند دیمنده که فعلا چیزی در موردش نمیدونیم. ولی از اینجا به بعد زمانی که فلگ لیمیت ها رو مشخص میکنید سعی کنید که این داستان رو هم ببینید که لو های لو لو و این اتفاق هم داره شکل میگیره برای اینکه قیمت خودش رو به فلگ لیمیت برسونه. اگر این لو های لو لو رو بچه درست تشخیص بدید، یه موضوعی که جلوتر قرار در موردش صحبت کنیم هم به درستی تشخیص خواهید داد. در صورتی که در واقع
FTR اشتباه تشخیص داده بشه، یه چند تا موضوعی که جلوتر قرار دارم روش بحث کنیم به اشکال برمیخوریم. پس روی این نکته من دوباره هی تاکید میکنم برای اینکه دقتتون رو ببرین بالا، یعنی همین جوری الکی یه چیزی رو نگیرین، یعنی نیای بگی این لو ها نمیدونم بعضی کارهای این شکلی هم کرده بودن تو ژورنالا. این با خیلی از مشکلات مواجه میشیم دیگه، حتما باید افتیار درست تشخیص داده بشه. خب پس اینجا فلگ لیمیت اینجا فلگ لیمیت. حالا بریم چند تا عرض دیگر هم بررسی کنیم. یوستیکت رو چرا زدم؟ بریم طلا چند تا مثال ببینیم. فلگ لیمیت قیمت رو با بیش از 50% خودش نگه داشت و روش یه فلگ تشکیل شد. خب یه کوچولو بریم تایم‌های بالا، تو تایم‌های بالاتر این موضوع رو ببینیم، بعد برگردیم تایم‌های پایین هم ببینیم قصه رو. قیمت با بیش از 50% هولد شد، نگه داشته شد، به سمت پایین داده شد. لو هایر های هم اتفاق افتاد قبل از اینکه در واقع قیمت بیاد خودش رو به فلگ لیمیت برسونه. آیا قیمت رو با 50% خودش نگه داشته تو این تایم؟ خیر. پس اینجا رو فلگ لیمیت تعریف نمی کنیم. آیا اینجا رو فلگ لیمیت تعریف می کنیم؟ خیر. قیمت رو با 50% خودش نگه نداشته. آیا اینو فلگ لیمیت تعریف می کنیم؟ بله. قیمت رو با 50% خودش نگه داشته. به چه صورت؟ اینجا فلگ لیمیت تشکیل شده، اینجا برگشته 50% کار کرده. پس اینجا ما یک فلگ لیمیت داریم ولی گرهی بالایی برای ما فلگ لیمیت نبود. مجددا فلگ لیمیت، قیمت رفته بیرون، برگشته با 50% بالا نگه داشته. من از اینجا نمیبینم که آیا هاند شده یا نشده. که شده. اگر شده که اینجا دیگه برای ما این FL نیست، این در واقع خود FTR بود. قیمت رو حداقل با 50% بالا نگه داشته است. آیا این میتونه برای ما یک فلگ لیمیت باشه؟ بله میتواند. چرا؟ چون این گره قیمت رو با بیش از 50% خودش نگه داشت. قیمت قبل از رسیدن به فلگ لیمیت ساختار تامین نقدینگی رو ساخته بود. بله. قیمت با بیش از 50% نگه داشته شد. یک فلگ لیمیت. خب من اینو فلگ لیمیت بنویسم. اینم فلگ لیمیت بنویسم.
فلگ لیمیت فلگ لیمیت خب بریم سراغ کاربردی که ما می‌خوایم از فلگ لیمیت بگیریم. ما اصلا به چه علتی اینو تعریف کردیم، به چه دردمون می‌خورد، به چه کاری برامون میاد. کاربرد FTR رو در موردش صحبت کردیم که FTR ها به درد هانت شدن می‌خورن، پس های و لوی خوبی برای در واقع نقدینگی در اختیار ما قرار میدن. اما فلگ لیمیت ها ازشون انتظار هولد کردن قیمت و نگه داشتن قیمت رو داریم. ولی یه کاربرد دیگه‌ای هم که برامون دارن، در واقع مثلا باید چجوری تشخیص بدیم که این FL برای اینکه میخواد قیمت رو نگه داره یا نه. اولین چیزی که در موردش صحبت کردیم گفتیم ما یه تمایزی بین FTR و فلگ لیمیت وجود داره، اینه که یکی به ترو ساپلای اند دیمند ریتریس داده، یکی نداده. پس اونی که نداده FTR، اونی که داده FL. اونی که به ترو ساپلای اند دیمند برگشته قرار هست قیمت رو هولد بکنه، همینجا فلگ لیمیت هست تمام. اما یه راه دیگه‌ای هم برای تشخیص دادن فلگ لیمیت داریم که موضوع اصلی برای ما بچه بازگشت به همون ترو ساپلای اند دیمنده و این موضوعی که الان صحبت میکنیم در موردش در واقع اصل داستان نیست، اما یکی از راه‌های کمکیه که میتونیم برای تشخیص دادن فلگ لیمیت خیلی سریع به فلگ لیمیت ها دسترسی پیدا بکنیم. اما لزوما گره‌ای که به دست میاد، حالا جلوتر میریم، لزوما قرار نیست فلگ لیمیت باشه. چیزی که برای ما اهمیت داره بازگشت به ترو ساپلای اند دیمنده که حالا جلوتر میریم در موردش صحبت میکنیم و کاملا متوجه داستان میشیم. خب گفتیم آقا هر گره‌ای که بتواند قیمت رو با بیش از 50% خودش نگه دارد برای ما یک فلگ لیمیت خواهد بود. و اما به چه دردمون میخوره؟ فلگ لیمیت ها زمانی به درد ما میخورن که در واقع فلگ لیمیت شکسته بشود. تحت چه شرایطی قیمت در واقع فلگ لیمیت رو میشکنه؟ زمانی که قیمت از این های عبور بکنه. بعد از رد شدن قیمت از های، گرهی که ساخته میشه ازش انتظار داریم که مجددا قیمت رو با بیش از 50% خودش نگه بداره. پس اگر من یک فلگ لیمیت به این صورت در مارکت پیدا کردم، میتونم اینو امتداد بدم راست، جایی که سقفش شکسته میشه، جایی که سقفش رد میشه، تا عمیق ترین جایی که ریتریس میده به عنوان فلگ لیمیت بعدی در نظر بگیرم و انتظار داشته باشم که قیمت رو با ناحیه 50% خودش به سمت بالا هدایت کنه. در صورتی که یک فلگ لیمیت نزولی داشته باشید، شکستش به شما یک فلگ لیمیت صعودی میده. طبیعتا اینا دیگه بدیهیه. فقط نکته‌ای که هست بچه، آیا قرار هستش که اگر مثلا این بشکنه یک فل صعودی میده، پس یعنی در آینده اگر بیاد قیمت این رو هم بشکنه باید به ما یک فل نزولی بده و قرار این اتفاق بیفته؟ خیر، این داستان قرار نیست تا ابد ادامه پیدا بکنه و قرار نیست ما همینجوری در واقع این فلگ لیمیت پیدا کنیم، شکستش افل باش بریم جلو و اگر ترید کردن همین بود طبیعتا ما چیزی به غیر از افل دیگه درس نمیدادیم. کل موضوع بحث بود که افل پیدا کن، هر جا شکست شما اینجا بقیه راهو باش ترید کن. پس این داستان قرار نیست اتفاق بیفته. چرا؟ چون یه ترو ساپلای اند دیمندی وجود داره که تمایز بین فلگ لیمیت و FTR هست که حالا جلوتر میریم در موردش صحبت میکنیم. ولی برای مثلا با توجه به چیزایی که الان میدونیم، اگر این یک حرکتیه که اینفیشنته، اگر پشتش FVG وجود داره، ما نباید انتظار داشته باشیم که مارکت برگرده بیاد این کارو بکنه و بعد بره. چرا؟ درسته. خب اگر این اتفاق بیفته، من یک فلگ لیمیت دارم، این قیمت رو کار کرد داد بالا، اینجا تو شکستش چی میشه؟ چه اتفاقایی میفته؟ دیگه اینا همه موضوعی هستش که باهاش کار نداریم. پس زمانی که این اتفاق میفته جایی هستش که دیگه این توالی شکستن فلگ لیمیت ها برای ما از بین خواهد رفت و ما دیگه از اینجا به بعد داستان رو دنبال نمی کنیم. ولی فعلا تا همینجا بدونیم که زمانی که یک فلگ لیمیت در اختیار داریم، هر جایی که قیمت اومد FL رو شکست، از جایی که قیمت ردش کرده، میخواد اینجوری ردش کرده باشه تا عمیق ترین جایی که ریتریس میده، ما اون رو به عنوان FL جدید در نظر خواهیم گرفت. خب پس کاربردی اصلی در واقع یکی از کاربردهای فلگ لیمیت برای ما این بود که با توجه به شکست شدن فلگ لیمیت ها ما بتونیم فلگ لیمیت های بعدی رو
از قیمت پیدا بکنیم. برگردیم رو همون جایی که الان روی چارت با هم مثال زدیم و برای مثال ما اینجا یک فلگ لیمیت داشتیم، امتداد میدیم به راست، جایی که اینجا فلگ لیمیت شکسته شد، از جایی که شکست اتفاق افتاده تا عمیق‌ترین جایی که ریتریس داده برای ما فلگ لیمیت بعدی خواهد بود و چیزی که انتظار داریم اینه که قیمت در واقع فلگ لیمیت با ناحیه 50% خودش بتونه قیمت رو نگه داره. آیا این بازگشت خیلی سریع خواهد بود یا با تأخیر؟ هر دو حالت میتونه پیش بیاد و فعلا در مورد اینی که این اتفاق چه شکلی میفته کاری به موضوع نداریم. تحت شرایطی که مثلا قیمت اینجوری میشه و من این شرایط رو دارم، الان فلگ لیمیت من چی شد، شکستش رو من چیکار کنم؟ اینا رو هیچ کاری نمی‌کنیم، رها می‌کنیم. خب یعنی با شرایطی که با این حالت‌ها مواجه میشید فعلا ما باهاش هیچ کاری نداریم و صرفاً اون حالتایی که خیلی واضح و مشخص برای ما فلگ لیمیت شکسته، یک فلگ لیمیت جدید ساخته شده و همین با همین حالتش کار داریم که جلوتر بریم در مورد اینی که با این شرایط و اتفاقای این شکلی قرار هست چی کار بکنیم همگی با هم صحبت میکنیم. فقط یه نکته دیگه که دوباره تو تعریف لازمه در موردش بگیم اینه که زمانی که یک افل در اختیار داریم، من انقدر نزولی کشیدم اینو سعودی بکشم، زمانی که یک افل در اختیار داریم و قیمت میاد 50% هولد میکنه، قیمت از این ور وقتی میشکنه من اینو بیارم پایین که تعریف فلگ لیمیت بودن اون درست در بیاد. این هم از حالت FG خارج کنم FL و اینجا که فلگ لیمیت ما میشکنه به این فلگ لیمیت میگیم سوپ به دست آمده از فلگ لیمیت قبلی. پس هر جایی بهتون گفته شد که از این FL سوپ بگیرید به این معنا هست که در پشت قیمت یه چیزی پیدا کنید که قیمت رو با 50%ش بالا نگه داشته باشه، به جلو امتداد بدید، از جایی که قیمت رفته زیرش تو عمیق‌ترین جایی که برگشته رو به عنوان سوپ جدید در واقع سوپ به دست آمده از FL قبلی در نظر بگیرید. برای مثال اگر تو این شرایط باشیم ما بخوایم دنبال جای واکنش بگردیم در واقع این کاری هستش که انجام میدیم. ولی من الان چند تا چیز رو حالا در موردش صحبت بکنیم. برای مثال زمانی که این اتفاق میفته، زمانی که ما با چنین شرایطی مواجه باشیم، فلگ لیمیت قیمت رو هولد میکنه، قیمت رو بالا نگه میداره و قیمت اینجا برمیگرده افل رو میشکنه، افل جدید ساخته میشه. یه نکته ای که همینجا همزمان باید حواسمون بهش باشه اینه که درسته که این گره از شکسته شدن یک فلگ لیمیت به دست آمده است، اما باید حواسم باشه که این به ترو ساپلای اند دیمند پشت سر خودش واکنش نداده است، باز نگشته است. پس یک مرتبه کار میکنه به این علت که از شکسته شدن یک افل به دست اومده و در آینده قرار هست هانت بشه به این علت که به جای درست و به ترو ساپلای اند دیمند ریتریس نداده. پس این در واقع اتفاقی هست که داریم توی گره ها میبینیم داره رخ میده. یعنی تحت چنین شرایطی شما با یک ساپلای اند دیمند فیک یهو مواجه میشید که اینجا برای شما یک ساپلای اند دیمند فیک ساخته میشه. به این صورت این همون حالتی است که گفتیم چند بار برخورد تو ساپلای اند دیمند فیک و نهایتا فیکوت این ناحیه برخورد به جای درست و ادامه حرکت. پس زمانی که این اتفاقا میفته و ما میخوایم سوپ بگیریم، نکته هایی که باید حواسمون بهش باشه، یکی اینکه سوپ این افل همین کینک، سوپ این افل این کینک نیست. مثلا اگر این کینک اینجوری شد جای درستشون بالا بود، از سوپ یک فلگ لیمیت یه همچین گرهی به دست نیارید. این غلطه بچه‌ها. چرا غلطه؟ چون ما اول کار تعریف کردیم که وقتی میگیم فلگ لیمیت قراره یک فلگی روش تشکیل بشه. اگر فلگ لیمیت شما این اندازه است، فلگی که میخواد روش تشکیل بشه باید خیلی بزرگ باشه و این اصلا منطقی نیست، میک سنس نمیکنه. پس این کاملا سوپ غلطیه اگر شما اینجوری از قیمت سوپ بگیرید. ما اینجوری از قیمت اصلا سوپ نمیگیریم. شکست اینجا اتفاق افتاده، افل تشکیل شده، با 50%ش هم هولد کرده. حالا بعداً با این چی کارش داریم؟ فعلا بماند. پس این نحوه از سوپ گرفتن غلطه، اینجوری سوپ نمیگیریم و این حالت هم دوباره غلط مجددا. ما به این حالت هم هیچ کاری نداریم، یعنی اینجوری این سوپ ما نیست. سوپ ما این گره‌ایه که اینجا شکل گرفت، اینجا فلگ لیمیت تشکیل شد، با 50% قیمت رو نگه داشت،
به این علت که به ترو ساپلای اند دیمند برنگشته بود، در برگشت افتیار تلقی میشه، فیک ساپلای اند دیمند تلقی میشه، انتظار هانت شدنش رو خواهیم داشت که حالا هرچی جلوتر بریم برسیم به قصه سیمتری و برسیم به قصه در واقع مقیاس و اون ترو ساپلای اند دیمند و جای درست، این موضوع رو خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنیم که ان شاءالله اونجا یکی از ستاپ‌های خیلی خوبتون در واقع تکمیل این سیمتری ها و این قصه‌ای که برای جای درست داریم این داستان تبدیل میشه. پس من سعی کردم همین نکات مهمی که در مورد افل و اشتباهاتی که روی افل پیش میاد و اینجا توضیح بدم و بریم چند تا مثال من همینجوری دوباره خدمتتون عرض بکنم برای اینکه تنوع هم به کار داده باشیم. بریم سراغ پوند. من یه تایم بالا بیارم. خب برای مثال من الان خیلی سریع چشمم اینجا فلگ لیمیت تشخیص داد. قیمت با بیش از 50% هولد شده. پس زمانی که من اینو به جلو امتداد میدم از شکسته شدنش باید گرهی به دست بیاد که انتظار دارم قیمت رو با 50% خودش نگه داره. آیا این اتفاق افتاد؟ بله. پس فلگ لیمیت هولد کرد، داد پایین، در شکستش گرهی به دست اومد که قرار هست قیمت رو با بیش از 50% خودش هولد کنه و بده بالا. حالا در آینده که قیمت بهش برمیگرده چیزی که برام اهمیت داره اینه که آیا این گره به ترو ساپلای اند دیمند خودش هم ریتریس داد یا خیر، در این که تعریف بکنم حالا این افتیاره و اینجا رو من فیک ساپلای اند دیمند تشخیص بدم یا نه، که این موضوع بماند برای مباحثی که زمانی که رسیدیم بهش. پس من یک فلگ لیمیت داشتم، شکست، افل جدید بهم داد و افل جدید هم کار کرد. این هم فلگ لیمیت و این به این صورت. خب بریم ببینیم دوباره اینجا فلگ لیمیت گیر میاریم. خب من اینجا مجددا یه فلگ لیمیت دیگه دیدم، تایم کم بکنم برای اینکه شما بهتر ببینینش و فکر کنم اینجا همون داستانی که توضیح دادیم خیلی خوشگل اتفاق افتاده باشه. خب من اینجا یه فلگ لیمیت دارم، قیمت رو با 50%ش هولد کرده. یه فلگ لیمیت دیگه دارم که دوباره قیمت رو با 50% خودش هولد کرده. کدوم یکی از این دوتا فلگ لیمیتن؟ فعلا هر دو برای ما فلگ لیمیتن، چون هر دو دارای شرطی که تعریف کردیم هستن. خب زمان شکسته شدن این افل کجا شکسته شده؟ عمیق‌ترین ریتریسی که داده کجاست؟ اینجا شکسته شده. عمیق‌ترین ریتریسی که داده برای ما اینجاست. انتظار واکنش از نیمه پایینی این فلگ لیمیت رو داریم. این اتفاق افتاده، بعدا در موردش صحبت می‌کنیم که اینجا با یک مفهوم دیگه‌ای مواجه شدیم. ما فعلا الان داریم در مورد نحوه درست انتخاب کردن و در واقع سوپ یک افل با هم صحبت می‌کنیم و بعدا میرسیم به اینی که تور ساپلای اند دیمندی وجود داره. برای مثال حالا جلوتر که بیایم ما در واقع فلگ لیمیت‌ها رو بعد از اینکه پیدا کردیم گفتم برسیم به زمانی که به داستان مقیاس برسیم، بر اساس قصه مقیاس میایم یه تور ساپلای اند دیمند پیدا میکنیم از چپ چارت که در صورتی که به این ناحیه ریتریس نداده باشیم میدونیم که اون کینکی که از شکسته شدنش داره به دست میاد در واقع یک افتیار هست. فعلا الان داریم چجوری این کارا رو میکنیم؟
هیچ ذهنیتی نداریم. آیا بعد از شکست به ترو ساپلای اند دیمند ریتریس داد؟ خیر. پس این یک افتیاره. پس بعدا قرار هست به ترو ساپلای اند دیمند واکنش بدیم و نهایتا حرکت رو بعدش قیمت ادامه بدیم. خب بریم دوباره افتیار پیدا کنیم. ببخشید چرا گفتم افتیار؟ بریم افل پیدا کنیم. با 50% نیمه پایینیش قیمت رو نگه داشته، قیمت رفته بیرون، برگشته نیمه پایینی. بچه‌ها این بره بیرون برگرده نگه داره ها، بره بیرون برگرده نگه داره. خب پس من اینجا یه فلگ لیمیت داشتم، میخوام برم سراغ شکسته شدنش. بچه‌ها مایکتون بازه، بی زحمت مایک رو ببندیم. خب گره حاصل از شکست این ناحیه است. انتظار داریم با 50%ش قیمت رو نگه داره، قیمت رفته بیرون برگشته با 50% قیمت پایین نگه داشته شده، اما به این علت که به جای درست خودش ریتریس نداده که جای درست کجاست فعلا نمیدونیم، در آینده در موردش صحبت میکنیم. جای درست رو از چپ قرار هست بتونیم پیدا بکنیم، به این علت که حالا همه این توضیحاتی که خدمتتون دادم بعدا این جای درست رو به دست میاریم از چپ و اگر این قیمت اینجا بر نگرده به اون جای درست، این دیگه حالا برای اون افتیار تعریف میشه، انتظار هانتش برخورد به جای درست و ادامه حرکت که زمانی که برسیم به داستان سیمتری و مقیاس در مورد این موضوع کامل و مفصل و تر و تمیز با هم صحبت میکنیم و اون موقع شما براتون خیلی راحت تر میشه که بگیم که خب حالا من لو دارم، های دارم، های به تور ساپلای اند دیمند برخورد نکرده، قیمت لو زده، پس باید برگردیم به تور ساپلای اند دیمند، من اونجا تریدش بکنم و زمانی که همه این داستانا با هم کامل بشه اون موقع دیگه قصه ما این نیستش که مثلا نمیدونم حالا اینجا الان FVG وجود نداره ها، ولی فرضاً اینجا یک FVG بود چرا قیمت نیامد پرش کنه، یا اگر FVG بود چرا قیمت مثلا یه نوک زد توش، چرا تا تش نرفت، و همه این چراها زمانی برای ما کامل میشه که ما با داستان در واقع مقیاس و تور ساپلای اند دیمند بیشتر آشنا بشیم که بتونیم اون داستان هم تعریف بکنیم که مربوط به همون ماجرای سیمتری میشه که حالا من از چپ بتونم اگه بده در واقع اگه لطف و محبتی بکنی ممنونت میشم. خب شکر خدا تایم پایین میخواد که از اینجا بعدم تایم پایین بریم نمیده بریم. من یه ناحیه حدودی فقط میذارم، حالا چپ و راست شدنش رو دیگه به من یه ذره ببخشین چون تایم پایین تر میخوایم، بعدا من اینو مفصل براتون توضیح میدم که قرار هست چه بلای سرش در بیاریم. اینجا ریتریس اینجا رفته، همین لو هم خوبه انشالله خدا بخواد. پس در واقع خود این ناحیه هم در واقع برای ما یک افتیار بوده به این علت که به جای درست ریتریس نداده، ولی همه اینا مستلزم اینه که سمت چپ رو ما بتونیم به درستی تشخیص بدیم. خب فعلا ما بحثمون در مورد فلگ لیمیت شکسته شدنش و کار کردن مجددشه، ولی من گفتم همینجا این موضوع رو هم توضیح بدم که گرهی که در واقع از شکست یک FL به دست میاد برامون حائز اهمیته که آیا خودش افتیاره یا برگشت و به ترو ساپلای اند دیمند پشت خودش ریتریس داد. در صورتی که این ریتریس وجود نداشته باشه در واقع شما با یک افتیار مواجه خواهید بود. خب مثلا آیا این گره برای ما یک فلگ لیمیته؟ بله اینجا قیمت رو با بیش از 50% خودش هولد کرده، اما در زمان شکسته شدنش مثلا حالا که اینجوری شد من اینو باید بگیرم FL، خیر این سوپ غلطیه.
زمانی که چنین اتفاقی افتاد شما کاملا ناحیه رو رها میکنید. فعلا نمیدونیم باید باش چیکار کنیم، بمونه بعدا برمیگردیم و به این قصه میپردازیم که حالا با این نواحی ما باید چیکار بکنیم. ما صرفا جایی رو دوست داریم که فلگ لیمیت ما کلین کت بشه، خیلی سفت و تر و تمیز و محکم بشکنه. جایی که این اتفاقا میفته دیگه به اون قصه سواب خیلی فعلا فکر نکنید تا زمانی که به اون داستان برسیم. فلگ لیمیت نبود چون با 50% هولد نکرده. فلگ لیمیت هست شما با 50% هولد کرده. خب میدیم جلو. از شکستش باید برای ما گرهی به دست بیاد که بتونه با 50%ش قیمت رو هولد بکنه. آیا این سواب خوبیه؟ خیر. ما همه رو الان توضیح دادیم. زمانی که این اتفاق میفته دیگه اینا سواب‌های خوبی برای این فلگ لیمیت قبلی ما نیستن. آیا این کینگ برای ما افل بوده؟ بله. چرا؟ چون نه هنوز با 50% هولد نکرده. نه با 50%. البته فلگ لیمیت کینگمون اینه، یه تایم پایین‌تر میخواد. من ببینم گره‌مو درست گرفتم یا نه. بله الان درست شد. خب قیمت اینو رفته اومده اینجا، اینو رفته، اینو برگشته، رفته بیرون، اومده داخل. قبل از اینکه به این ناحیه برسه من یه بار دیگه بکشم. در واقع اینجا فلگ لیمیت تشکیل شده، قیمت رفته بیرون، های لو هایر های لو ادامه حرکت. قبل از اینکه داخل افل بیاد و اون 50% نگه داره لوی نقدینگی تشکیل شده بوده و اینجا قیمت کار کرده و تونسته قیمت رو هولد بکنه. در آینده گرهی که از شکست این ناحیه ساخته بشه برای ما فلگ لیمیت خواهد بود و یه جای درستی بر اساس همین افل برای ما از اینجا الان تعریف شد که فعلا نمیدونیم کجاست، ولی جلوتر بریم بعدا ما هم در موردش صحبت میکنیم که یه جای درستی هم به هر حال اینجا وجود داره که اگر این شکست انتظار ریتریس به جای درست رو داریم برای اینکه بتونه در واقع به حرکت خودش ادامه بده و قیمت رو نگه داره که اینا در جلسات بعدی همه رو مفصل میشینیم با هم صحبت میکنیم. پس اینجا که الان این شکسته شد به جای درست خودش، چیزی که الان داریم از چپ میبینیم، ریتریس نداده و این دیگه برای ما فلگ لیمیت تعریف نخواهد شد. یعنی این سواب به دست اومده به این علت که به جای درست واکنش نداده دیگه برای ما فلگ لیمیت نیست، ولی همچنان یک مرتبه با 50% خودش میتواند قیمت را هولد بکند که بذاریم بمونه. مباحث جلسه بعد برسیم که قصه انتقال سفارش هم بیاد وسط و بفهمیم چه اتفاقی داره توی اینا میفته که چی میشه که این بعداً یه ضرب رد میشه. خب فلگ لیمیت مجدد، من الان اینجا دارم فلگ لیمیت میبینم. افل این های توسط چه گرهی نگه داشته شده؟ توسط این. پس اینجا فلگ لیمیت بوده. قبلش هم یه در واقع افتیار داشته که اینجا هانتش کرده، پس این ناحیه مناسبیه. فلگ لیمیت بعد از شکسته شدنش، فلگ لیمیت بعد از شکسته شدنش. و اینجا شکر خدا که توی این کینگ اینجا هیچی نمیبینیم. تایم پایینتر میخوام برای اینکه ببینیم زمانی که اینجا توی این کندل شکسته شد چه گرهی ساخته شد که اینجا قیمت رو هولد کرد، ولی خب فعلا اینجا نمیبینیمش دیگه.
من برم یه جایی پیدا کنم که خیلی واضح مثالشو داشته باشه. اینجا جلو شکسته. بله خب این های که اینجا دراب کرد توسط چه گرهی نگه داشته شد؟ توسط این گره. پس این میتونه برای ما یک فلگ لیمیت باشد. چرا؟ چون با 50% خودش قیمت رو نگه داشته. اینجا دوباره ما میتونیم یه فلگ لیمیت داشته باشیم. چرا؟ چون قیمت ازش خارج شده، برگشته با بیش از 50% خودش قیمت رو نگه داشته. پس من دو تا فلگ لیمیت اینجا پیدا کردم، راست. دیگه اینجا ببینیم چه چیزایی پیدا میکنیم توی این مسیر. اینجا یه فلگ لیمیت پیدا کردم، قیمت رو با بیشتر از 50% خودش نگه داشته. اون که در شکسته شدن برگشت چای درست رو برداشت، کاری باش نداریم، این هیچی. فلگ لیمیت، اینجا فلگ لیمیت شکست. این در واقع سوپ به دست اومده از افل قبلیه. حالا چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که تعیین بکنیم آیا این FTR، آیا این در واقع ریتریس به جای درستش که ناحیه‌ای که از چپ به دست میاریم ریتریس داده یا خیر. در صورتی که خیر FTR تعریفش میکنیم و هانت و ادامه حرکتش رو میخوایم که در واقع اون جای درست فعلا داستانش بمونه. من ببینم سمت راست اینجا شکست داشتیم. خب اینجا فلگ لیمیت قیمت رو با بیش از 50% خودش نگه داشته. آیا این هم میتونم بگیرم فلگ لیمیت؟ خیر، چون با 50%ش قیمت رو هولد نکرده. پس یه فلگ لیمیت اینجا. آیا خود این فلگ لیمیت حاصل از شکستیه که افل در پشت قیمت بوده یا نبوده؟ یعنی اینجا این لو توسط یک گره دیگه‌ای داشته به سمت بالا هدایت می‌شده یا نه؟ حالا چیزی که اینجا می‌بینم نه. خب یه فلگ لیمیت فعلا اینجا دارم. انتظار دارم با حداقل 50%ش بالا نگه داره که گفتیم گاهی وقتا قصه انتقال سفارش پیش میاد، فعلا کاری بهش نداریم و مجددا قیمت رو هولد بکنه، بذاریم بعداً. ما فعلا فلگ لیمیت رو تعریف میکنیم، همین. فعلا الان اصلا بلد نیستیم چطور از اینا رو ترید کنیم. خب من متوجهم که یا پیش میاد که اینا رو چجوری ترید کنیم. باشه اگه بذاریم من بحث رو تموم بکنم، بعدش میریم نه کاملا هم تصویر فریز شده برای بعضیا. یه بار شیرتون رو برد کنید دوباره بزنید. باشه چشم، خواهش میکنم. ممنون. خواهش میکنم. صدا نیست فقط. نه هنوز صحبت نکردم. دوباره فلگ لیمیت الان صدا هست؟ بله اوکی. داشتم چک میکردم افل پیدا کنم. افل روش فلگ تشکیل شده، رفتیم چرا دارم جای مثال میدم قیمت بهش نرسیده. بریم چند تا تایم بالا هم با هم ببینیم.
بچه الان چند تا مشکل خیلی طبیعیه که براتون پیش بیاد. یکی این که سوپ افل من نفهمیدم آخر کی کار میکنه. این سوال اگه الان براتون هست طبیعیه، چون هنوز بهش جواب ندادیم. این موضوع اول. موضوع دوم اینه که جای درست کجاست، اینو نفهمیدم، اینم طبیعیه. اینا قرار بعداً در موردش صحبت کنیم. پس در مورد این دو تا موضوع توی ژورنال سوال بپرسین، با این پاسخ مواجه میشیم که اینا رو جلوتر بهش میرسیم. فعلا نمیدونیمش. فعلا در نظر داشته باشیم که یک چنین چیزایی وجود داره، باعث بعضی جابجایی‌ها میشه، باعث بعضی از چپ و راست شدن‌ها تو قیمت میشه، ولی جلوتر که بهش رسیدیم مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط و حالا جلو بریم کامل در موردش صحبت می‌کنیم که ما کجا رو قراره ترید بکنیم و همه این صحبتایی که داریم می‌کنیم بیشتر در رابطه با اینه که ما بتونیم فعلا تعریف رو ارائه بدیم. بعد از اینکه تعریف رو ارائه کردیم اون موقع پازل رو سعی می‌کنیم کامل‌ترش بکنیم و قصه رو پیش ببریم. برای مثال من الان اینجا یک فلگ لیمیت دارم. قیمت رو اینجا با بیش از 50% خودش هولد کرده. جلوتر زمانی که اینجا قیمت شکسته، جایی که قیمت شکسته اینجا جایی که قیمت فلگ لیمیت شما رو شکسته، یعنی جایی که تو این کندل است، باید گرهی تشکیل شده باشه هر چقدر ریز یا درشت که این لو در واقع واکنش به اون ناحیه شکسته شده احتمالاً هست. یعنی الان اینجا رو باید بریم تایم پایین. تو تایم پایین‌تر اینجا ما سوپ حاصل از این افل رو خواهیم دید. ولی آیا با این قیافه که ما داریم می‌بینیم این شکست به جای درست خودش ریتریس داده یا نه؟ پاسخ بمونه بعداً، که بعداً میرسیم به این که خیر، به جای درست ریتریس نداده و جای درست در واقع همچنان دست نخورده باقی مونده. پس در آینده انتظار داریم برگرده و به جای درست واکنش بده. پس با همه این تعریف‌ها حتی این کینک هم برای ما افتیار تعریف میشه، چرا که به ترو ساپلای اند دیمند پشت سر خودش واکنش در واقع ریتریس نداده. حالا که ریتریس نداده این برامون میشه خود لوی نقدینگی، در واقع اینجوری نقدینگی تعریفش میکنیم. یه ناحیه مناسبی داریم که بعداً بهش میرسیم برای ترید که اینا همه بماند، که اینا رو چجوری استاپ در نظر میگیریم، چجوری در واقع ورود میکنیم، چجوری تاچ تریدشون میکنیم، چجوری وای میسیم با پی ای تریدش بکنیم. آیا اینجا حرکت افیشنت؟ خیر، مشخص حرکت افیشنت نیست. حرکت از اینجا شروع شده و در واقع از اینجا شروع شده، حرکت که واضح افیشنت نیست. آیا اف جی وجود داره؟ بله، 2 متر اف جی اینجا وجود داره. کجای اف جی الان برامون مهمه؟ صحبت کردیم که فعلا نمیدونیم کجای اف جی مهمه. آیا 50% اف جی من بگیرم؟ الان توی مثالی که اینجا در آوردیم خیر، یه ذره پایین‌تر میفته ناحیه‌تون. گفتیم حتما ناحیه مهمی وجود داره که ایگنور شده و این اتفاق افتاده در دل این اف جی است. اینها همه تایید بود برای اینکه در واقع وقتی جلوتر میریم و هی نکات بیشتر بهش اضافه میکنیم این قبلی‌ها رو یادتون نره تو رو خدا. یعنی یهو نرین الان از اف جی بزنین تو این اف ال و کار عجیب غریب بکنین. این هر چی جلو میره من سعی میکنم یک مطلب قبلی اضافه کنم. مطلب قبلی خدا بخواد یادمون نره و از این بلاها سرمون در نیاد. یعنی مثلا از کجا باید میدونستم همه اف جی پر میشه، نمیدونم من کجاشو باید بگیرم، با خود اف جی نمیدونیم. ولی یک تکه دیگری وجود داره تحت عنوان اون جای درستی که تعریف میکنیم، ترو ساپلای اند دیمند. ترو ساپلای اند دیمند کجاست هنوزم نمیدونیمش. فقط یک ناحیه که الان همینجوری دیدیم از چپ یه چیزی در اومد، مربوط به فلگ لیمیت ها میشه. جلوتر بریم قصه سیکرت سیگنال رو کامل بکنیم، بحث فلگ لیمیت کامل جمع میشه، بحث ترو ساپلای اند دیمند کامل جمع میشه و بحث سیمتری هم کامل جمع میشه. پس اینی که من از یک FL صحبت اینجا بود، اینی که من از شکست یک FL در واقع سوپ بگیرم، فعلا شما در همین حد ما الان داریم تعریف میکنیم که گره حاصل از شکست یک فلگ لیمیت سوپ افل قبلی نام دارد و کاربردش اینه که تحت یه شرایطی کار میکنه، تحت یه شرایطی کار نمیکنه. شرایطی که کار نمیکنه اینه که افتیار باشه و به ترو ساپلای اند دیمند واکنش نداده باشه و فعلا ترو ساپلای اند دیمند هم نمیدونیم کجاست. اینا رو چیزایی که جلوتر بهش میپردازیم. خب حالا من اگر برای مثال اینجا این همین فلگ لیمیت رو داشته باشم و به جلو امتداد بدیم که ای کاش فعلا الان در این مقطع این کارا رو نکنیم و بریم دوباره فلگ لیمیت تشخیص بدیم.
خب آیا اینجا با بیش از 50% نگه داشته است؟ بله، پس فلگ لیمیت است. آیا از شکسته شدنش در واقع انتظار داریم از شکسته شدنش افل جدیدی تشکیل بشود که این در واقع شکستش برای ما بود. آیا به ترو ساپلای اند دیمندش بازگشت داشته؟ فعلا نمیدونیم، ولی قیافش میگه نداشته. پس ما الان در واقع سوپ یک افل از پشت سر پیدا کردیم که برامون در واقع FDR هست و انتظار خواهم شدن و ادامه داستان. خب بریم چند تا مثال خوشگلم تو یورو با هم ببینیم. یورو. خب فلگ لیمیت قیمت رو با 50% به پایین هدایت کرده. خب بیایم ببینیم دوباره فلگ لیمیت پیدا میکنیم. بله فلگ لیمیت، البته این هاند شده به چشم، شده یا نشده؟ نشده. فلگ لیمیت دوباره فلگ لیمیت دوباره فلگ لیمیت، چون این گره هم با بیش از 50%ش قیمت رو حفظ کرده. قبلش هم براش ساختار تامین نقدینگی رو ساخته، در واقع لو های لو های دراب. خب دیگه توی این مسیر اینجا پایین تر بریم ببینیم فلگ لیمیت چی میبینیم. دیگه من نمیبینم. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. چرا بزرگه رو پاک کردم؟ چون هر دو یه جا افتادن، یعنی شکست این و شکست این تفاوتی با هم ندارن دیگه. خب آیا این به تعریف افل نزدیکتره یا این به تعریف افل نزدیکتره؟ طبیعتاً که این. چرا؟ چون کوچیکتره، چون گفتیم فلگ لیمیت روش فلگ تشکیل میشه و اگر فلگ لیمیت رو یکی که خیلی گنده بگیریم به فلگ خیلی گنده و عجیب غریب روش میخوایم و منطقی نیستش که اینا رو هم فلگ لیمیت تعریف کنیم، هرچند که اون رفتاری که برای فلگ لیمیت ها صحبت کردیم همچنان روی اینجا هم صادقه. ولی فعلا از من بپذیرید که ما الان اینجا باید این ناحیه رو فلگ لیمیت بگیریم، جلوتر بریم همه اینا رو من سعی می‌کنم دونه دونه برطرف بکنم که این مشکلاتم به وجود نیاد. فعلا ما الان پس یه فلگ لیمیت اینجا داشتیم، یه فلگ لیمیت که اینجا بود داشتیم، یه فلگ لیمیت هم در واقع اینجا در قیمت وجود داشت. خب ما اینا رو به سمت راست امتداد دادیم، ببینیم چه اتفاقایی میفته. خب ما یه فلگ لیمیت اینجا داریم شکسته شده. آیا به ترو ساپلای اند دیمند خودش واکنش داده؟ یه کوچولو بالا پایین اینجا رو قبول کنیم چون داریم از پایین بالا همجوری خط میندازیم. به تور ساپلای اند دیمند خودش رسیده. حالا که رسیده قرار هست کار بکنه. پس این الان شد واقعا یک افل. خب یه فلگ لیمیت دیگه از چپ داشتیم، گفتیم آقا این سوپش خیلی گنده و بزرگ و عجیب غریب شد، دیگه با این کار نداریم. یعنی اینو نگیرین سوپ، حتی اگر اینجا با نیمه پایینش قیمت رو نگه داشته دیگه ما اینو افل تعریف نمی کنیم. این اشتباه رو بعدا انجام ندین تو خدا. پس این کامل اصلا دیگه تعطیل، هیچ کاری باش نداریم. سوپش خیلی بزرگ شد، میریزیمش دور. خب یه ناحیه هم داشتیم که در واقع افل هم داشتیم که این بالا بود.
خب انتظار اینی که قیمت هم با 50% اینجا بالا نگه داره. من 50%ش رو رسم بکنم و این به این صورت یه فلگ لیمیت از پشت داشتیم، جای درستش رو بالاخره یه دونه پیدا کردیم که برداشت. انتظار داریم حالا این قیمت رو بالا نگه داره. یه فلگ لیمیت هم بالا سر قیمت داشتیم. یه اتفاق خاصی اینجا افتاد که این موضوع جلسات بعدمون هست، فعلا کاری بهش نداریم. بعدا میریم در مورد این قصه با هم مفصل صحبت میکنیم که اینجا چی شد. بچه‌ها من به نظرم این جلسه رو فعلا تا اینجا فلگ لیمیت نگه داریم و داستان دی پی رو و اون سگانه در واقع FLDP FTR و کینک رو بذاریم برای جلسه بعد. نیم ساعت استراحت بریم. 9 و 15 دقیقه است. در حد 5 دقیقه 10 دقیقه سوال به غیر از جای درست هر چی هست بگید و بریم استراحت که برگردیم مثل جلسه بعدی. سلام. من میتونم سلام بچه‌ها به نظرم بریم استراحت بیایم دی پی رو تکمیل بشه، سوالاتون رو یادداشت کنیم، دی پی رو تکمیل بشه، بعدش جلسه بعد اول جلسه بگم بعدش بریم سراغ سوال. به نظرم اینجوریش کنیم بهتر باشه. رو بریم 45 بیایم و جلسه بعدی بریم. عالی. همگی خسته نباشین. بریم ساعت کنیم باز مرسی از همگی. خب پس بریم اگر این شکلیه به نظر منم فکر بهتریه. راست بریم استراحت که اون قصه دی پی رو هم تعریف کنیم. در واقع اون سیکل دی پی FLFTR و تشکیل شدن یک کینک کاملا با هم صحبت بکنیم. این ستا رو بستیم دیگه. هر سوالی هست بگین که در موردش صحبت بکنیم. من سعی میکنم همین الان خیلی سریع و حدودی در مورد جای درستم در حد یه تیپس کوتاه بگم که بخشی از سوالا برطرف بشه و در واقع جلسه بعدی که میاد یه تیپس خیلی سریع بگم که اون قصه برطرف بشه و برای اینکه بتونین هم FTR رو درست تشخیص بدین، یعنی صرفاً دیگه چشمی بتونین بگین آها FTR خیلی نیاز نیست چیزی چک کنم، و اینکه تا حدودی اون جای درست در بیاد. فعلا با پیچیدگی‌های داستان و پیچیدگی‌های بیشتری که سیکرت سیگنال و ادامه داستانا درست میکنن فعلا درگیر نشین. هم FTR رو بتونین تشخیص بدین و همین که بدونین که کدوم سوآپ‌ها درست نیستن. در واقع سوآپ چفلی همچنان FTR و فلگ لیمیت نشده. برای اینکه کار بکنه اونم پیدا بکنین و بعدش دیگه سوال هر چی داشتیم بپرسین که بعد من جلسه بعدم تمرین 2 جلسه رو با هم دیگه همه رو یه جا میگم که ان شاءالله دیگه بریم واسه ژورنال. فعلا همگی خسته نباشید تا حدودا ساعت 9:45 دقیقه.